از خدا خواهد آمرزش. مهربان و پاک و بخشنده است. او عدالت گستری بنده است. بندهش بر عفو ارزنده است. از خدا خواهد آمرزش. غیر آن در دادگاه نیست. نارسیده راز و آه نیست. خود دیگر عالم پناه نیست. از خدا خواهد آمرزش. اشتباه از بنده هایش خواست. توبه و اشک ندامت پاس. با دعا با غایت اخلاص. از خدا خواهد آمرزش. در نماز شب سری مطلب، با گداز دل و با تاب و تب، با گداز دل با تاب و تب، ذکر یا الله اندر لب. از خدا خواهد آمرزش. بحر لطفش بیکرانه هست. تازه ما نام و نشانه هست. زو نثار مهربانه هست. از خداوند نثار مهربانه، نثار بخت، نثار روز خوش و روزگار پر از فیض و فراوانی نثار همتان باد. السلام علیکم. این برنامه پرنده های مهاجر است و با شما سویمه سعیدова هستم. ممنون هستم که باز هم دیده به دیدار یکدیگر رسیدیم. همین شعر را سال 2017 هم نوشته مانده بودم و امروز در کار شد که به شما قرائت کنم و خیلی ممنون هستم که پذیرایی میکنید. برنامه پرنده های مهاجر است. امروز نیز ما همان سلسله را ادامه میدیم. همان برنامه پرنده های مهاجر هم در ردیف ماراتون ما که بخشیده بر بدخشان عزیز، بر یک گوشه وطن عزیزمان هست. راه حل مشکلات بدخشان را امروز جستجو میکنیم. چی باید کرد که در بدخشان خون ناحق ریخته نشود؟ چی باید کرد که بدخشان از دست ظلم، از دست فشارها نیست بالای مردم بیگناه خلاص شود؟ و این چی باید کرد را امروز همراه شما باید بحث کنیم، مناظره کنیم، پیدا کنیم که سببش چیست و شاید که گوش صداشنوی پیدا شود که ما را شنیده باشد و فهمد که امروز مردم در شبکه‌های اجتماعی آزاد، در شبکه یوتیوبی که برنامه ها آزاد است، چون میکروفونی آزاد است، چی ها میگویند، چی ها میشنوند و چی درخواست های دارند که در تلویزیون های وطنی آن را گفته نمیتوانند. آنجا دادگاه و دادرس وجود ندارد برایشان. خب قبلا برای شما یک لوحچه درباره یک میلیاردر، یک ثروتمندترین زمان بود، نفری گفته گذرم که امروز در قید حیات نیست. 20 مارس سال 2017 بود. دیوید راکفلر یهودی بود که یکی از بایترین آدم در تاریخ به شمار میرفت، از دنیا گذشت. او در سن 102 سالگی دنیا را ترک کرد و دنیایی که با تمام حسیاتش همان را دوست می داشت، با آن دنیایی که از کرده هایش باید جواب گوید رحلت کرد، سفر بست. خب نفری که از مرگ سخت می ترسید، همین راکفلر، دیوید راکفلر، سخت از مردن می ترسید و هر کجای می شنید که چی عمر را دراز می کند فوراً اجرا می کرد. می ترسید که از پول و مالش می ماند، پول و مالش به دیگران نصیب می شود، حتی به زن و فرزندانش نصیب شدنش را نمی خواست. حتی در آخرهای عمرش می ترسید که مبادا زن و فرزندش او را زهرآلود نکنند. غذاهای می خورد که تماما یک خود لوبیا شوربا را هفته ها لوبیا شوربا می خورد، خودش می پخت از ترس آنکه مبادا زنش زهرآلود نکند او را. و به محتاجان، به بینوایان، به کمبغل ها خیلی نفرت داشت. عجیب که از چی باشد به آنها نفرت داشت، از حال زارشان، به جای رحم نفرت داشت. و همین بای بخیل و ممسک چندین مراتبه قلب نو، انیقترش با دلیل اگر گوییم 7 مراتبه دل نو برای خودش طریق طبیات که پیش رفته با راه با اصول طبی
برایش نصب کردند دل نو را و مراتبه آخر 3.5 قریب 4 ماه قبل از مرگش برایش دل نو گذاشتند. چندین مراتبه خونش را کاملا عوض کرد و گرده نو هم برای خودش 2 گرده نو هم شینانده بود و او نصب کرده بودند، یعنی دختران. و او در آخر گفته بود که با دل و گرده و خون نو اقلا 200 سال بیشتر عمر میبیند، اما عمرش وفا نکرد. رفتند و رویم و باز آیند و روند و گفته خیام بزرگ. اینک آیا همین پول و مال و منصب و قدرتش او را از مرگ نجات داده توانیست؟ نه البته. اینقدر احتیاطش، آیا قلب نو که 7 مراتب جراحی کرده برایش گذاشتند، خون نو؟ نه، نجات دادن نتوانست. مردن حق است. به دنیا یک قدم گذاشته آمدیم، همین آمدنمان به روز مردنمان یک روز نزدیکتر کرد ما را. همین آمدن یک قدم رفتن است، ودا گفتن است. اجل که آمد می روند همگان. درباره این میلیاردر چرا گفتم؟ چرا محض درباره میلیاردر؟ ما میلیارد نداریم، اما در حقوق زندگی همگان برابر هستیم. چی دارا، چی ندار، چی میلیاردر، چی آدمی که تماما در عمرش دستش پول ندیده میمیرد. این را برای آن گفتم که نفرانی که سر کرسی منصب نشستند و گمان میکنند که دنیا برایشان در دنیا پایستون میمانند، برایشان دائمی است و میخواهند ثروت به اندازه جمع کنند تا اولاد و اجداد و اقربا و همه را سیر و پر کرده گذارند، اجداد نه و اولادشان را. اما بعد مردنشان اگر به حد و بسیار یاد کنند، آنها را 1 سال از آن بیش یاد نمی کنند. نفرانی هستند که هر قدر به خود اعتماد دارند، اما بعد 1 روز سر می شود از ظلم و فشارهای کردهشان نسبت مردم یاد می شوند، در زنده بودنشان حتی. خب دنیا به کسی وفا نکرد و نمی کند. این برنامه پرنده های مهاجر است. اکنون برمیگردیم بر سر موضوع. قبلا خود همین سحر یک خبر نشر شد، صبح صادق در شبکه‌های اطلاعاتی ازبکستان، که همه مال به یغما برده، مال دزدیده دختر کریموف را دولت‌های خارجه یک برگردانیده ایستادند. دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان اسلام کریموف، گلنار کریموف، با راه قاچاق از وطن خودش دزدیده در بانک‌های شویتزاریا، فرانسه و دیگر کشورها پول برده گذاشته بود، بایگری‌های دیگری ملی و فرهنگی ازبکستان را برده بود. اینک ازبکستان طریق توسط همان سفارتخانه‌هایش گفت و شنید کرده یک بایگری خود را برگردانده ایستاده است. 10 میلیون دلار از فرانسه به ازبکستان نقد برگرداندن. عین حال دیگر کشورها نیز به ارزش 131 میلیون دلار دارایی ها برای برگرداندن به ازبکستان آماده کردند دارایی ها را. انا این عاقبت تلاش بر ثروت و این همه را بودن ها. آیا این دختر گمان میکرد که نمیمیرد؟ میمیرد البته، اما ثروت را برای کی خون کرد؟ خداوند با آبروی بلند برد هر یک کسی را. این چه آبرویی است که حالا نمرده الکی تمام رسانه ها می نویسند که مال از وطن دزدیده به کشور دیگر بردهش را، یعنی خیانت بر وطن کردهش را کشورها برگردانده ایستادند. این خبر هم باید یک نمونه عبرت باشد بر منصبداران کشور ما هم که اولادشان را پر میکنند، سیر میکنند، نام همهشان شاید به نام همهشان در بانک های خارجه مبلغ باشد. یک روز مردم به خود می آید و 2 چیز پایدار نیست. میگویند یکی منصب است، منصب که پایدار نیست از کسی به کسی دیگر میگذرد و یک روز مردم طلب میکنند حق وطن را، حق کشور، و یک روز بر سر وطن خدا خواهد برمیگردد حق مردم ما هم، خیلی که امروز ازبکستان برگردانده ایستاده است. یک درس بزرگ برای انسانیت این مرگ پادشاهان است. پادشاه میمیرد و در دل هر یک انسان یک صدا می آید از وجدانش که دیدی پادشاه مرد،
تو هم نمرده نمیمانی، تو هم از دنیا میگذری. آنان که کهن بودند و آنان که نوند، هر یک پای یکدیگر یکایک بشوند. این ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. خب اکنون راه حل مشکلات بدخشان چیکار کنیم که در بدخشان خون ناحق نریزد؟ هر یک شهروند وظیفه دار است که در این باره بیاندیشد. وجدان باید تکان دهد هر یکی ما را چی کار کنیم، چون هموطن ما آنجا اذیت میکشد. تا هنوز هم آنجا اینترنت نیست و اون ثبت هایی که در داخل در بدخشان میکنند، مثلا گفتار محمد باقر را برآورده از جای اینترنت دار از دیگر جای رسانه‌ای کرده ایستادند. برای حل مسئله بدخشان همه در شبکه‌های اجتماعی می نویسند. البته نه همه، نفرانی که یک عقل و ادراک بتون کامل تر دارد، یکی بر جانبداری کشور می نویسند، یکی بر مقابلش، بر مخالفش، و به نظر جمله های بیشتر برخورده ایستادند که از رئیس جمهور خواهش میکنند. شاعران، نویسندگان از رئیس جمهور خواهش میکنند. مثلا مادر گلبدین هم، گلبدین را با فرمان مقامداران شاید کشته باشند، کارمندان مقامات دولتی بودند آنهایی که کشتند، نوارش را هم دیدیم. اما مادر باز هم از رئیس جمهور، از امام علی رحمان با آه و شیون ناله کرده، گریه کرده، مکتوب نوشته، آن را خوانده، التجا کرد که گناهکاران مرگ پسرش را، او را کشته ها را، به قتل رسانده ها را پیدا کرده جزا دهد، به آهشان رسیده باشد. و ساکنان چندین ناحیه در ولایت بدخشان نیز به امام علی رحمان مراجعت کردند که پیش خشونت، راه خشونت را گیرد رئیس جمهور. و اینک همین قبیل مراجعت ها که خیلی بسیار نشر شد، در شبکه اجتماعی دور زد، یکی از شاعران مبارز ظفر صوفی هم نوشته در این باره، خواهش کرده است که دخالت به واسطه رئیس جمهور در اینجا یک راه آسانترین بس کردن خونریزی، یعنی تماما قطع کردن است تا شورش برنخیزد. و ظفر صوفی هم گفته است که اگر خود رئیس جمهور بر وقتر پیش راه خشونت و این برخوردهای نادرست را گیرد، رود بر بدخشان، تمام افسران و عسکران را از آنجا بردارد، مردم را به صلح و آشتی دعوت کند، دیگر خونریزی نمی شود. دشمنان غدار رئیس جمهور که در اطرافش هستند، نفرانی که فرمان دادند که بر بدخشان لشکر کشیده شود و بعض خاروخ را مثلا احاطه کرده، امروز سنایپرها برده گذاشتند. اینها را البته گفتن میتوان که دشمن غدارترین رئیس جمهور هستند، چون همین ها هستند که فرمان های نادرستشان باعث خشم مردم بر حکومت میگردد. آنها را هم اگر با فرمان رئیس جمهور از آنجا برآورده شود و اینترنت برای مردم بدخشان تامین شود، شاید مردم گناه های کرده اینها را بخشند و دیگر جانبدار صلح و آسایشتگی باشند. همگان جانبدار هستند، فقط بر رشته های احساسی مردم ناخون میزنند، طلب میکنند یک بیگناهی را که مردم بر او اعتماد دارد و احترام دارد، او را بر حکومت سپارند. نفرانی را که باز داشتند از بدخشان بردند بر حکومت، آنها را هم با ظلم، با فشار طلب دارند که بر جانبداری حکومت حرف زنند، علیه مخالفین تهمت گویند یا که مقابلشان حرف زنند. خب شنوندگان گرامی، بینندگان عالی قدر، من برای شما یک نواری خیلی کوتاه پیدا کردم. واقعا مؤثر شدم، سخت تاثیر کرد. قبل از آن که برنامه آغاز شود میخواستم نوار را گذاریم، اما فراموش کردم، معذرت میخواهم. خیلی نوار کوتاه هست، ببینید چقدر تاثیر میکند. مرحمت از کارگردان خواهش میکنم در تمام آینه اگر کشایند خیلی خوب بود. جان نه اوچا جان عبید برومیم، عبید کردیسم اوچا جان. هم جای کارمون گرم، خاطر نشین اوچا جان. جای کارمون گرم، اوقات گرم خوردیسیم، صاف خاطر نشین اوچا جان.
очаҷон иншоалло ки пага оилук мешава очаҷон сумтонроӣ мекунам атам шонсозам хубан охи очаҷон дар ҳаққи ғарибон дуогӯ бошем در حق غریبان دعاگو باشین. آچه جانایی که ما را تماشا میکنید، جای کارش گرم است، خوراک گرم خورده ایستاده است، در آشخانه نشسته است، در رستوران هم میگفت زیر برف یک پیرشکی خنک در دستش، شاید پگاه خرید آمده همراهش. غریب بیچاره، مهاجر بیچاره، با آن خاطر که مادرش خواطر نباشد دروغ میگوید. گاه دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز میگویند. اگر هوا خنک، نوکای انگشتانم یخ میکنند، بالای برف ایستادم، همون پیرشکی یک چلپک خنک میخورم گوید، شاید مادر خواطر میشود، آب دیدهش میریزد. عقلاناً کار گرفتن. در مهاجرت همه وقت خوراک گرم نیست. در 20 آشیانه عین حال در همین سردی هم کار کرده ایستاده ساختمانچی ها هستند. اگر ما را همین ساختمانچی ها در یک طرف خانهشان تلفن موبایل را گذاشته، در یوتیوب کانال ما را پیوسته کار کرده ایستاده باشند، دستتان درد نبیند، در امان خداوند باشید. در چندم آشیانه که کار کرده ایستاده باشید، خنک نخورید. خداوند سلامتی بر دوام سلامتیتان را بگذار قوی گردانیده باشد. کیسه هایتان پر از پول و دلتان از غم دنیا دور باشد. این روزها هم میگذرند، همه‌اش میگذرد. زیب نیسای مخفی گفته که نومید نباید شدن از گردش ایام، هر شام که آید ز پی آن سحری هست. نوبت ما هم میرسد. شنونده اولین را قبول میکنیم، بعداً باز من حرف میزنم. مرحمت. سلیم جان گوش میکنم شما را. سلام علیکم. خب مرحمت. نفری دیگر هستند. بلندگویی که شما از طرف خودتان محکم است. سلیم، بلندگویی از جانب ما باز است، از جانب شما گران نیست. الو سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام دادر. خوش آمدید به برنامه. سلامت باشین و سلامتی شما را هم میخواهیم که سلامت باشین. خب امروز مسئله بدخشان است. پیش از اون که مسئله رو بگم، همین نواری که اندک مونده، نواری بسیار خوب بود. برادر نوار کرده در رسانه‌ها پخش است. همین گونه بعد مهاجرا این جای دیگه عیب ایزاش نیست، اگه اون جای شرمش نیست، همین بعد یک جای کار میکنن، فعالیت میکنن دیگه، نوار کرده پرتویان. بگذار این حکومتدارا ببینن که مردمش در کدام حالت قرار دارن. نه که حکومتدارای ما بی‌آرن، اصلا آر و ناموس ندارن، لیکن به هر حال بعد بعضیاشون دعوا میکنن که ما مهاجرتیم، خوبیم، راحت کردیم، خیلی کردیم. بگذار مردم نوار کنه، جای کارش، جای فعالیتش در همین رسانه‌ها پرتو چون که ببینن و آگاه شون. و دویما این برادرای بدخشان مثال امروز حکومت ظلم داره، ستم داره، روی راست آشکارا مبارزه خش برده سای بگیم که همو قاتل با همو قتل خش دوام داده سای. باید همین خودش یک چیز است که باید بخیزیم، باید دستگیری کنیم برادرای بدخشان و همین خودش یک جمله بگیم که مبارزه سر شدگیه. و یکشون آشکارا گفتن که ما دشمن ما قاتلیم، آشکارا گفتن که ما قاتلیم. این دیگه اگون جای پوشیدش نیست، دیگه آشکارا گفتن که ما قاتلیم، ما در کارشو رفته میکشیم، در کارشو رفته تجاوز میکنیم، رفته مادر عبدالرحمن میبریم، امروز فلان، دیگه این آشکارا مبارزه بردستیان، دیگه آشکارا بردستیان. این دیگه بعد ما بگیم که نه، همه آدمایی که کمتر ننگ دارن، ناموس دارن، مثال اگه گفته نمیشود که 99% مردم تویسان با مبارزه تیاره، اینا گفته نمیتونه. اما کمی که هم باشد باید سرجم شوند، یک بگیم که سرکلان خود را بگذارن و مبارزه را دوام دهند. چه سطح الباش، چرا الباش آمدگی حکومت داری کردن، یا الباشن یا یگون چیز نیستن، یگون نه آر دارن، نه دارن، یگون چی ندارن، یا الباشن، الباش تیار، یک دزدن. این نه دولت یگون کار کنن، باید این چرا الباشه از قدرت کردن کاری نمی‌رو، یگون کاری دشوار نیست، فقط چیزی همت بستن در کار
میانها رو مستحکم کرده در کار انشالله اینا من یکمیش من تیارم الحمدلله من تیارم که جان به همین اولا برای اسلام برای مثال همین وطن جان بتون من تیارم لیکن فقط یک چیزی باشد که ما را بتونیم که یک کمی فایده هم باشه برسونیم بعد مردن و تو یگان جای پوشیدهش نیست مثل یگانه راه پیش گرفتن خونریزی در بدخشان را خیلی ها گفتند که خود رئیس جمهور است. اگر عقل و ادراک داشته باشد بیاید و گرفته برد همگان را به مردم فهماند، برای خون ریخته شده عذر پرسد و من بعد وعده دهد که دیگر هرگز دست ظلم بر سوی این مردم نمی بردارد. همین را طلب کرده ایستادند. شما در چی میبینید؟ افجان عزیز این بدبخت البوش همش مشکلاتی هست این البوش های این البوش ما دیگه والله قسم اگر ای تیلو شوه همین البوش بگه که ما تیلو شدگی ما دیگه قلبم ای تیلو شدگی قلبم رفته با او زمزم شدگی ما دیگه مرا حتی پیغمبر خدا زنده شدگی مرا بخشیدگی من شخصا ما خودم میره نمیبخشم. یعنی شما باور دارید رئیس جمهور آگاه هست از تمام وضع؟ برو کده البته آگاه های اپا جان البته همه چی آگاه های و یک ترسو های یک قاتل های قاتل ترسو میشه اپا جان انسان قاتل ترسو میشه این ترسانچه که لیکن چی در کاره که مثال ای یک چهارشنبه چی یک ورزشگر ترس داره یک جوانمرد که ورزشگر هم جوان هم هست. خب بگذار این ورزشگر جوان باشد این حوض همه شخصیتی که حوض بس سیرش ارمیش کشیده برده سای و حتی گفته سای که من جوابش بس هنگو یعنی که او ایداس چی یک مصطفی ایدا ترس داره در دل ترس داره این ترس داره بدبخت این قاتلا ترسونچک میشن همه قاتلای جهان هم ترسونچک میشن یا ترسوان و برای همین یا که آخرش اومدگی همین انسان قاتل همین کارایی میکنه که دیگه همه عقلش نمیگیرد که چیکار کردی دیگه ای همو بگیم وسوسه‌های شیطان و دیگه چیزا را همه خیلی نابود میشود و خیلی در پیش روش ما اصل گذشته رو نمیزگریم میبینیم اصل در همین 15 20 سال چند ها نابود شدن ایرا با قوت بدن ایرا با پول هم زیاد بدن با قوه هم ایرا ارمیش با قوت بدن لیکن چیکار کردن اونها عاقبتشون چی شد عاقبتشون خونریزی شد برای هم میگم که دیگه یگان از دنیا رفت کسی با خوبی که یاد نمیکند او را تیموری لنگ رفت از دنیا درست هیچ قاتل هیچ خونریز با خوبی یاد نمیشود 100% واقعا یعنی به فکر شما رئیس جمهور آگاه هست و او هرگز پیش راه خونریزی را نمیگیرد اما تمام کشورهایی که در اطراف تاجیکستان هستند چشم تنگ نفسشان باز است این حال با عباره مردم میگوییم چشمشان الاست اگر خدا نکند و در تاجیکستان یگان ایسکرا میگویند که به زبان روسی یگان شعله اگر تیر خالی کرده شود شاید یک دستک شود اون طرف افغانستان 10,000 عسکر آورده در سرحد گذاشته است میگوید هم تو برای دفاع باشد جانب پاکستان هم عسکر میکشید جانب ایران هم عسکر کشیده میماد همه جا نه محض در مرز همین تاجیکستان آورده مانده خواهر عزیز پیش سخنتون ده ما دیگرو بگیم که دیگه خصوصا افغانستان انا بگیم دیگه دولت ها خیلی ما یک دولت بگیم که کمک کرده بود در همون سالایی که همین ظالم در کمک کرده بود البته تو حاضرم وای چشمش بگیم که با ستاره خوب میتونه که در اصل آنها دشمن ما هستند این صد افسوس البته این چیزا هست نه که ما فقط یک کار کردن در کاری که یک خداوند یک لیدر بسازد که اون لیدر یک چیزی خداداد باشه برای وای که همه مشکلات البته تو ایران به حد مشکلات کلان است به حد مشکلات کلان بعد این سرخونم این بگم این ظالم هم رفتنم مشکلات زیادی میای ما دیدیم که دیگه دولت ها همه گونه شید بعد همه چیزها را باید بود که یک جوانمرد باشد که خداوند برای لایق داده باشه و از خدا طلب میکنیم که همین مشکلات با آسانی برو بتونه بگذار البته خونریزی نمیشود به اساس خونریزی البته میشود لیکن نه سال 92 که قوه بود همه چیز بود
ҳама чиро таслим кардан, ба осонӣ таслим кардан, ба осонӣ дар дасти душман таслимон кардан. ҳамин чиз дуюмбора такрор нашавад. ман ҳамин тарсу ҳастам ки албатта як آماده نبود، مردم بیچاره آماده نبود و مردم آگاه هم نبود هنوز. وقتی خونریزی апаҷон ҳаму огоҳ ҳам набудан. ҳаму вақтам ҳамин золима нигоҳ ки ҳамин золим ман ба ёдам ҳастай, касе гуфт мехоҳ ки зиндагиро сар кина, пеш Сомониён мегуфт як бор ҳамин Сомониён нигоҳ мекина, зиндагиша меро. охир ҳозир ҳамин ба мардум чӣ кор кардагия? ҳамин мардум дар 30 сол чӣ кор кардагия? Ягон кор дар мардум кардаги нестай, неки ҳамин бадбахти золим давлатдорӣ карда тонистку. охир ҳамин кор имконият буд, неки сад афсӯс ки ҳамин чиза бовар кардану бигем ки дар дасти душман боз супоридан. ҳамин бояд дуюмбора такрор нашавад. ҳамин чиз бояд хеле бояд як нерӯе бошад ки ин бадбахторо сарзаниш кард. неки бошам чаро вақте ки метавон ки дигар чизҳо буд, неки ба осонӣ як дар дасти душман таслим кардан ҳам ин кори бисёр хато. бина оқибат чӣ шид? ман валлоҳи қасам ман аз соли ҳамон вақт ёд дорам ки ман инро ба хубӣ ёд намекардам. ин ҳоли ин суханҳо набуд. ман пеш аз соли 2000 нақл кардам ин суханҳоро ки ман ба ин бовар надоштам. пеш аз соли 2000 ба ин бовар надоштам. медонистам ки золим оқибат ҳамин корҳоро мекунад. ин оқибат ҳамин гуна мекунад, миёра мерасонад мона. ин чиза ман 30 сола пеш гапа гуфтаам. барои ҳамин яъне ки дар ақл туғрил намегирад ки омада дар даст як золим супоридан ин бисёр кори вазмина. барои мегум дуюмбора ҳамин чиз такрор нашавад. мегум ки иншоалло мо боз ҳам тайёрем. иншоалло падарои мо ҳамин кора кардан, рафтан дар ҳамин роҳ. ин фарзандшон иншоалло бо мо дар ҳамин роҳ тайёрам ки бо нобудшам бурам иншоалло. лекин як чизе бошад ки барои манфиати мардуму барои падари ман дар ҳамин роҳ рафт. алҳамдулилло به نرخ جوشا جان گرفت ما انشالله. باشد. بله حالت جوشا همین گرفت. به عمل آید که به نرخ همین جانی سپرده امان ارزنده باشد. مردم اگر آزاد شوند به خاطر آزادی مردم می ارزد که جان سپاریم. آزادی نسل فردای ما، آبادی وطن ما در آینده ارزنده است که یک جان نیست 100 جان ما فدا باشد، اما با راه درست. آینده هم غلامی نباشد در تاجیکستان. بله شما را خوب درک کردم من. بله همین را میخوام که با همین جان من انشالله ما فدای همین الحمدلله مثال اسلام و فدای همین وطن همین چیز انشالله بخشیدگی انشالله ما بخشیدگی میشه انشالله. لیکن میخوام که بخشیدن یک راهی شود که برای منفعت مردم انجام بیاورد. من همین را میخوام. بله 100% ما هم همین را میخواهیم. خب بسیار تشکر میگویم برای یک صحبت پرمحتوا و روحی راسته که همگی آشکار بود. خوش آمدید در برنامه و هم قبول میکنیم. شما هم سلامت باشید. در نوبت که باشند مرحمت کارگردانی برنامه قبول میکنیم. نفری دیگر نوبتی. ابو خالد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام دادر. خوش آمدید. خدا را شکر که سلامت هستیم، در خدمت خلق عزیز هستیم و از موضوع آگاه هستید. همینطور ما پشکر نودرم آدم حضورک موضوع را نمیفهمیم، نه مشکل نکنیم بفهمیم مقصد درباره چی باشه. خب بعد من یک به خاطر همون مادر عبدالرحمن خواستم اپاجان گپ بزنم. بفرمایید. مرحبا. همون حکومت ظالمی بدبختی همون مالی را طلب داریم که همون مادر ما را با آزادی را نصیب بشه. مقصد با آزادی گرورانش مادر یگان گناه نداره که به خاطر فرزند باید جواب بگه. این کاری است که غیر انسانیه که یک مادر را بری به خاطر فرزندش زندان کنی. این تحقیر به ملت می شود. و خدا قسم وقتی همین مقصد حادثه را فهمیدیم 3 روز 4 روز شده و بشه بخیر نمیایم. خیلی غمگین میشدیم که مقصد مادر چی گناه داشت که به خاطر فرزند نخو مادر نخو زنک چی بودی شما شدید زنکای ما را بجای مادرای ما را بردن محکم کرده سیم. همین چیزی شما چی میگن همین کانال شما استفاده بریم خطاب میکنیم به همه همون سگای همون رحمانوف که ایمدین آزاد کنن مادر که والله قسم
امروزش میشود که به خدا گره بچه میکنیم اوجه در جان در جان موندن تقمون اومده گپشتی همورا به خدا به حدی بعد ما را مثال پروتیخ چون کدستیان میجا غریب بچه ها همین بود. بله دادر و من شما را خوب درک میکنم، همچون مادر بیشتر هم درک میکنم و فشارهایی که در کشور نسبت زنها، نسبت آزادانه اندیشیدن زنها، آزادانه فکر کردنشان هم هست خوب میفهمم. و در برنامه پیشین هم گفته بودیم بشکند دست بولهب شکند، دست بدمست بولهب شکند. همین ابولهب دستش شکند گفته خداوند فرمان داده، ما هم امروز میگوییم بشکند دست مادر آزاران، دست بدمست. البته بخدای نما خیلی میشنم در دوران حوزی قدیم مادرم گفتم بعد یمی در دیدم که شما در فیلم درم هم و بخدا همه انسان غمگین میشود آدمی که مادر داشته باشه چه گره نیتای سو میکنه که باز اینا میگه اینا مو در همه جا بگیم همه غریبه بود همه فکر کنم واسه خودش در راحت میسون میگه در جگه گرم شه مادر الله میدونه در چی حالت او زیده و درو در دستی او بدبختای مرتدای حرام در چی حالت او در چی وضعیت او گشنه اسکره در عذاب بخدا همین فکر همین رقم همین سه روشته گنده بخدا زیخ شدگیم که خداوند همین نموسی خلق بیدار کنه خیزم بکنن اگون گب خبر بخدا که گرین بشایمون میکنیم شون ورا انشالله با کارشون هر یا ظالم انشالله نصف میشه پجون هر یا میگه که چراغ ظلم میزنیم تو دائم حشانه میشه انشالله ها یگان روز بندستی میاریم ورا والله قسم پرست هم میخوایم همورا خطاب کنیم که این خیلی بد مثال داخل چون پرابلم های کلان نکنن که وقتی انشالله شید یگان گپ خبر سر شید و خدا به حتی بعد لیچ ما خودم اما آدم میکنم مادر بودگه الله ببخشم همه کارم میکنم در اکشم مادم خب همین تو بفهمن هم یا بفهمن که چیکار کرده سیان مقصد بفهمن که در ما همین غریبی در خودمون تک گفتی گپا هر روز و همین عصبانیت نگردیم و کار برای خودمون بوینیم یا میخیزن یا برا در همین نرویمون دست بد میکنن همین خطاب افتون برسانو به همون آدمایی که میشنون همین گپا را. بله من در حیرتم که همون نفرانی که باز داشتن مادر را زنگ زدن دعوت کردن باز داشته بر محبس بردن اینها وجدانشان چخیل عذاب نداده باشد. مردک نام دارند، مرد نام دارند، چخیل وجدانشان نداده است. کافر و مسلمان شدید آه کشید. کافر هم به خودش روا نمیبیند همین حالت را که زن را حبس کنه با تهمت. مورا و پدر در فکر همیم که اوخی او چطوری او مردک او چطوری نخود تو پدنالت برای اونو گرانیت سر ریشت که کار باشه و قطب تو امنیتی تو مردکی برای اونو گرانیت سر کرزیستان ریشت که وظیفه تو اونو های تو باید سرحد زیشت که نه تو کاری تی نیست که بخیزی هم مدر بیا زیدان کنی تو همین روی کارت بود مثال سوم میگیری اولیگ میگیری تو دولت حمایت تو وظیفه تو حمایت هنمی مادر که تو محکمش کنی تو باید اینی را حمایت کنی نه اینکه برای محکمش کنی 5 سال برای فرزندش فرزند یو در خود گرمانیا فرزند یو خودی به فرزندش الله اعلم چند قیا برگا بزنه یا نه تو نخود برای زنه که تو چطوری او یا همش پیتو خان یا مردک هم نیستن و اعوذ بالله خیلی کار میکنه بخشش نمیفهمم چی آدم یا کدام قوم یا کیا وابشه یا جو پیدا شدن چطوری مردکان سبحان الله چه دلشون ما میدونستم که یا کافر یا ظالم یا بدبختا یا بی‌ناموسن ما توی درجهش نمیفهمیدم که یا نخود با مادرها خیلی تروگات کنن توی نمیخلی درجهش حکومت باوری نمیکنم ایو نکی یا نسام دلی یک کشتن یا بخدا کو نابود کردن یا فرش دیگه وجه بای کارشون بخدا گره نیپا نومید اون کدگان دا بخدا میو وجه پول دل مخنکش دیگه و پس شما باور میکنید که من هم این حال در وطن باشم مرا هم زندانی میکردن. البته مادر جان خود اپشکا خود دیدستی که اون مادر یگان گناه نداشت یگان سلو و یگان گاب نمیزد به یگان گناه و یگان فکت دلیل نداشت که مادر را برن زندانی کنن ما با خیلی میبرین گاب بزنن این بدبختا
ایدست یا هم چی میاد این ظالمای حرامی ها یا فقط باید من میگه التماس دیگه همه برادرایی که خیلی خواهش کردم برادرایی که شما را گوش میکنم همه برادرها والله دیده است که با مادرای ما وجه دست درازی کردن یا مادرها را برده شنونده است یا الله میدونه یا چی فکر دارن یا چی نیت و چی مقصد دارن بعضی دی خلق و خدا کسایی که همین قاگ ایمان دارن که شما باید ایمانتون در جای خیلی قراشتن باید نگذاره که شما در جای به فکر آرام در جای قرار بسین و خدا وجه بس دیگه هم خیلی ملتشگی و نیش پومیریه ایش خیلی وجه باید خلق یه جو شوه به خدا کدام میخواه که آزاد زندگی کنه کدام میخواه که مادرش آزاد بگرده کدام میخواه که در روسیه باشه خودش خواهر مادر یا در اوج مقصد آزادانه باشه خیلی بپروا باشه که مادرش در حمایت های باید امروز بخیزه سخن کنه باید امروز بخیزه برزیت ظالما مبارزه برای امی جان الله دادگه یک بار اومدگیم کل نفس ذائقه ما هر یک تایمو چشنده مرگ همون میمریم نه که هم مرگ باید که مردونه بمیریم مردانه بمیریم بله با آبروی بمیریم بخیزن و با آبروی با خاطر حمایت مادر مردن شرف والله قسم لیش ما خودم با خاطر هم مادر برام خیلی کلام بگیرم والله من راضی میشم خرسان میشم ای شهادتم من طلب میکنم الله که دم خیلی را شهادت شدم یا شکرانگی شکر میکنم که با مرا الله دامی رو خیلی چی میگنش مناسبت دید که من دامی رو مقصد برفتم درست است همه برادران التماس همه بخیزن به خاطر همین مادر به خاطر الله به خاطر همین مادر بخیزن صحبت کنه برای که فرزندی و همو مادر به خاطر خواهرت به خاطر اپایت به خاطر مادرت خیز به خاطر حجابای همو گپ زد امروز فرزند مادر رو بردن به خاطر همین فرزندش ترمه کردن امروز کدام که ناموس داره کدامش میگم من مسلمان و خودم مسلمان میدونم و فرض را گردش بخیزه بشه دفاع کنه این برادر این مادر این مادر یگان گناه نداشت به خدا قسم من رو نمیتونم دیگه خدمت کنم که اولی من میدونم که او چه خیلی ظالمند نه من میدونم که او چه بی‌رحمند او رحم ندارن او خونی شیر ملت مادری خوردگی نیست خیال میکنم اولی نمیدونم که چیکو کردیسا باشن این مادر روز من اینجا شتگیم پروسا پریستر کردیسم که چگونه عذاب کردن چگونه معامله دارن در دروغاتی مادر من اونجا به من حس کردیسم مقصد که چی حال داره مادر بر این شما را خوب درک میکنم زن مادر من مادر تو مادر عام است و وقتی که بر مادر خود ظلم را نمیپسنده بر مادر کس هم آزار نده آیت بود خیلی زیبا بود به همین معنا که گر نمیپسندی بر مادر خود ظلم را بر مادر کس هم دشنام مده واقعا درست در 100% جانبدارتان هم هستم و شنونده دیگر را شاید قبول میکنیم برای برآمدتان برای گفتن حرف حق در این برنامه بسیار متشکرم بسیار می‌ندارم سلامت باشین اپا جان با امید پیروزی الله حفظ کنه دعا باشین حق غریبا سلام علیکم بر امید پیروزی علیه ظلم انشاءالله بله خدا خواهد آنچه که خدا میخواهد البته عملی میکردد تشکر دادر جان و زنگ قبول میکنیم نفر زنگ میزنن توسط وایبر یا واتساپ مرحمت گوش میکنیم سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمدید سوزن خوبین شما بله بسیار تشکر دادر دایره موضوع برنامه اگر حرف گفتنی باشند بفرمایند یگانه راه پیش گرفتن از ظلم و خونریزی در بدخشان را در کجا میبینید در چی میبینید چی باید کرد که در بدخشان خب اپای سویما وز من نیا بله میآید بله من بیروز هستم امون چیزی شما برنامه شما یک دو سوال داشتم با شما ها مرحمت خب ما چی گفتنیم ما گفتنیم که اپا جان ما شما را حرمت میکنم اپا جان بعد اکای شوکت محمد حرمت عزت شما هست من شما را تماشا میکنم کای که برنامه کنین شما ما تماشا میکنم آخرون برنامه که روز شنبه گذراندین براتون هست بله
آخرش هم برنامه که روز شنبه بگذراندیم یک چاپلوس برآمد گفت که همین بله من نامش را عوض کردم گفتم ایفی نام موسا اما موسا با نفری دیگر بودن واقعا میخواستم معذرت خواهم از اون نفر تلفن رو خوین ملت گفت من هم خیلی کوشش کردم در شما تماس گیرم زنگ زنم گفتم خدشما یک خدشه گپ زنم لیکن هم مدیریت شما کو تلفن برداشت من حقارت کرد تلفن کشت همین روی انصاف است مدیریت نه عین حال نفری که میبرن اون نفر نبودن اما انا حقارت همون نبود انا چون همون حقارت نفر شاید آواز نمیدونم و میبره. انسان بود یا که حیوان بود چی بود که اینجا نمره رقم تلفن نوشتگی به همین رقم زنگ زنه گفتم اومدگی شما در همون کانالتون من زنگ زدم به واسطه وایبر زنگ زدم یا 10 بار زنگ زدم نبرداشت بعد آخر یک برداشت یک دشنام بزب کدو تلفن کشت پرتو بعد چور یا پرتو فهمو پس اشتباه شده دادر من از نام نفر معذرت میخوام اما شاید یگان نفر رو انتظار بودند و من شما را کانال شما را همش احترام دارم من هم شما را تماشا میکنم من به شما روزی من یگان چاپلوس نیستم من یگان چی نیستم من طرفدار شما لیکن انم خیلی پدرنالاتو راه نتیم در کانالتون که امی شما بدنام کنیتون نشون میدید میفهمید خب بله من فهمیدم هم خیلی دشمن بزب کردم خیلی سرم جوشید من همون وقت تماس گرفتن نتونستم اگر کو من میدونستم چیکار کردن لیکن نبرداشت دیگه تلفن من چور نیا پرتوفت من در یاد دارم که در وقتش نه آمدی گفته دشنام دادن شاید نفری که انتظار بودند و نه اوخی اپا جون نمیشه برنامه شما رفتاس همیشه نمره تلفن ایستگی من نویسم من زنگ زدم نه ایستاده همون چاپلوسه که برآمد همه خوین ملتای شما گفتم من همه زنگ زدن از سر کردم نه ایستاده زنگ زدم گداگ میرود زینت پایینت نبود گداگ میرود و لیکن آخر و برداشتم که یک دشنامی بزب کرد و کشت پرتوف تلفن بله فهمیدم شما را شما کار ترک هم خیلی آدمایی که صبر طاقت دارد هم خیلی آدمای قبول کنیدون برای به خاطر خودتون به خاطر کانال شما خودتون خب برای که خیلی آدمایی که طاقت ندارد کو شما بدنام میکند شما هم پس میزند درست من هم که گفتنی داشتم اپا جون سلامت باشین بسیار تشکر دایره موضوع برنامه یگان چیز گفتنی نیستید نه من دایر موضوع برنامه هم که گفتنیم که برادران تاجیک برادران کدام منطقه نباشد با بدخشان باشین تمام من هم که گفتنیم با بدخشان باشین با حکومت نه با بدخشان باشید سلامت باشین اپا جون بسیار تشکر اگر اشتباه از جانب ما سر زده باشد معذرت میخواهم شاید بر آن نفری که خواهید گفت رقم را نگاه نکرده بر وی جواب داده باشد به هر حال باید معذرت پرسم برنامه گذشته من هم یک اشتباه کردم نفر دیگر گپ زده ایستاده بودن من که از دور نگاه میکردم گمان کردم که موسی نوشته همان نفر هستند من گفتم که حیف نام زیبای موسی اما اشتباه بوده است موسی نفری دیگر هنوز نپیوسته و باید عذر پرسیم خطا کردن خاصی بنده ها است به عیب فقط پروردگار است اگر اشتباه از ما سر زد البته در پیامک ها نویسید یا همین خیلی زنگ زده فهمانید ما کوشش میکنیم که اصلاح کنیم آن را خب برنامه پرنده های مهاجر است و باز هم می اندیشیم در پای چی باید کرد که راه خشونت را پیشگیری علیه همین خشونت در بدخشان چیکار کنیم که نسبت مردم بدخشان مردم دیگر نواحی را نشورانند عسکر و افسر جمع کرده در شهر و نواحی بدخشان نکارد واقعا به ما خیلی ها می نویسند ولی حاضر زن قبول میکنیم می نویسند که ما در همین جا خدمت میکنیم در خدمت هستیم و ما را مجبور کرده آوردن اینجا خیلی سرد است واقعا زمستان بدخشان بازی نیست کوهستان است فهموست که خیلی سرد است از چهره‌های سفیدگونی برف‌آسای همان مردم معلوم است که طبیعتش سرد است اما گفتند که اینجا مردم خیلی مهمان دوست آدم دوست هستند ما را با نان و نمک با طعام و طبق که پیشواز گرفتن چگونه علیه اینها تیر کشایم واقعا دیدید یک روزه نمک 40 روزه اندیشه دارد چگونه میتوانید نسبت مردمی که با نان و نمک شما را اسکرای وطن هم گفته پیشواز گرفته تیر میکشاید وجدان اسکر بچه ها
بیدار است، جور زده ایستاده است، اما چرا برادر را علیه برادر میشورانید؟ اگر زنگ است قبول میکنه مرحمت. السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. دادر برادر هستن، خوش آمدید با برنامه. رحمت اپا آواز من سوز میرود؟ بله ساز میشنویم. اپا از هم بدخشانی و هم خدمتو دارم، همه خشته و گفتی گپو گم خشته برین توجیکیم، از همه او همه منظرت میخوام، خیلی دست کوتاه داریم نمیشود تا کی دست رسیدن. ها من میگم که در همین کارگروی دولت من گفتنیم کارگروی دولت بگذار بیشنود اما خب آواز من رفته سر میشنویم پستر، اما میشنویم. کمی صدا پستر است. آواز من رو بیشنود اما مادر که تولد میکنند و اون آدمی که همسر قبول میکند توی میشد در تویش میورد یک آدم در زنش میورد، روزی او حامله دار میشود، او حامله دار کشید، او یه بار هم همین وقتی که در همین ردام در دخترخانه وقتی تولدش 1 سوم یاردم کردگی است دولت؟ نه، دولت یاردم کردگی نیست. اون بچه‌ای که اون فرزندی که تولد میشود مادراشون اینو بفهمن، مادراشون میبرن در پیش، میبرن روزی 7 ساله میشود میبرن در همون مکتب 20 سومون 25 سومون او را به نالوای قبول میکنن. هر ماه 20 سوم 25 سوم باید دادن در کار، هر یک تاشته باید دادن در کار است، هر یک تاشته. همو را برهوده گرفت است؟ نه، برهوده نگرفته است. روزی که او مکتب یکم صنف یکم میروه، او گل یک مکتبی که فرزند من که در کوچ فرزند من باشه صنف یکم میروه، در او 250 300 سومونی 250 300 سومونی در الو درست، بله مبلغ میستانند تا به گرفتن نامه کمال از طالب علم مبلغ میستانند از طلبه طالبه ها. 250 300 سومون ای دختر میگذرونیم او را میبریم در مکتب میگذرونیم، در مکتب صنفش میمونیم، یکم صنف بچه را در یکم صنف میمونیم. باره هم بهوده گرفته است دولت؟ نه، ای همین کتابش سر کرده 3 سومون تا 5 سومون کتابش، هر یک تشت ما پول میسپاریم. باری هم بهوده گرفته است دولت؟ نه، باری هم بهوده گرفتگی نیست. اون وقتی که اون بچه‌ای که 1 ساله، اون وقتی بچه‌ای که هم تولد کرد تا همو 18 را یک بار برای پاسپورت همو بچه یاردم کردگی است، به پول رایگان کردگی است. نه، یگان کس رایگان نمیگیره، یگان کس یاردم کردگی نیست. وقتی بچه‌ای که ما او کم مهنت میکنم یک لباسی که به ارزش میارند دمو میتیان او به ارزش باید ما بگیریم، ما را به مجبور میکنن که ما را باید همو لباس بگیریم، باید همو لباس باید ما خریداری کنیم. همو کدام خیش تبوری همو رحمان فایو باید ما همو خریداری کنیم، او را خریداری میکنیم. او را با یگام رایگان یاردم کرده است؟ نه، این هم یاردم کردگی نیست. ما بچه را میگیریم ده همون ویا میرسونیم 18 ساله میشود، به خدمت حربی دعوت میکنن، در خدمت حربی دعوت میکنن. آیا به خواهش خودش آیا به دزدی میبرن؟ به سری کی میبرن؟ به سری برادران ما بدخشانی ده میبرن. همین آدم اگر بفهمن هر یک تاش همین فرزندایی که این ما گفتستم همیو ده یک چی یاردم کرده استم و چه خیلی با دزدی کردن میبره که در حساب خودش کار میفرمونن، در یک اویله کار میفرمونه. توغری میگم یا نه؟ بله درست است. و ای تولد شدنش که من مهنت میکنم در فرزندم، هر یک آدم خودش، هر یک آدم فرزندو، هر یک آدم فرزندو با فرزند خودش مهنت میکنه
تا 18 را میرسونه 2 سال برای رحمان به پول خدمت میکنه با سرکوبی ولتن خودمون همون را به مجبوری استفاده میبرن. میبرن. بله این عیب نیست. بله میفهمیم. باز میگن قرض فرزندی، قرض قرض فرزندیش رو فرزندی، اجرا کند. میگن قرض شهروندی. قرض واقعا شهروندی 100% ایره کردن در کار. ایره کردن در کار با جانبی هر وقتی که ما دستمون دراز میکنیم این خیلی میکنیم یک دست او طرف نمیوید که ما دستمون با دستی او بزنیم و یک آواز ببروره. ای درست، من دستی شما ای رو طرفی میفهمم. بله. دولت ما دا عموما آواز نیست، دست نیست، یکم آواز نیست، یکم یاردم هم نیستند اوجا. درست. تا اوجا عموما ما یاردم رایگان رو خوانده بودیم. عین حال دوام همین 30 سال است که رایگان در مکتب کسی تحصیل نمی کند. مؤسسه های تعلیمی رایگان در سرقانون نوشته شده است. مؤسسه های تندرستی دولتی 100%. رایگان در 100%. سرقانون روی کاغذ. فرزند من اگر بیمار باشد، من میتونم که 2 روز 3 روز اگر ای مکتب دیر که من در قانون اون نوشتگی که در کتاب اون نوشتگی که کتاب قانون جمهوری تاجیکستان ده ما باید میتونم که کدام معلمی هست که باید مراجعت کنم با او دیرکتری مکتب که باید بیاید همو درس بتیه. این کارا نیستند اوجا. بله درست. این کارا عموما وجود ندارد. با چه خیل میکنن که فرزندی که خودمون با عذاب با جاروب زده و با تمامی کار کرده در آسیا ما پول جمع میکنیم با فرزندای خودمون روی میکنیم او فرزند در 18 ساله میرسونیم. امروز میره در رحمان مهنت میکنه با فرمان رحمان با کشتن دچی میره و اون خاروق ده میره. او برادران من است. خیروش اوجا خیروش است، اوجا شنبه هست، اوجا چهارشنبه او هم خدمتوی ما است. 1984 من خدمت 1984 تعال شده، 2002 در 4 خدمت کردگی، پول 54 و 53 من خدمت کردگیم، پول 54 و 53 خدمت کردم. او هم خدمتوی من است در اوجا. من در این روسیه هر روزی که روزی دو روز من چی کارم دا چی 1 ساعت کار کنم 1 مینوت اینترنت هم میکنم که یکم گپی خوب شوه که یک بار بخندم ای طرفی تاجیکستان. یکم گپی خوب نیست. امروز در همین جهت من 100% باوری میکردم که رادیوی آزاد باوری میکنم که امروز رادیوی آزاد گوش کردم که ولایت ختلان رئیس ولایت ختلان با رادیوی آزاد سخن نداده است که گپ زنه، سوال بتیه جواب بگیره. در رادیوی آزاد سوال ندادن. میدونن که او توغری را میگن. ما امروز همه یک من نیستم، همه امروز رادیوی آزاد میپویم. بله درست است. درست است. رادیوهای وطنی را کم گوش میکنند. بعد اون که مهاجر شده بیدار شد مردم دیگر تلویزیون رادیوهای وطنی را گوش نمیکنند. عجیبش در همین است. در داخل وطن هم مردم بیدار خیلی بسیار هستند که دیگر بر سیما و صدای وطنی توجه نمی کنند. من شما را میفهمم. از روزی که به دنیا آمد گفتنی هست تا روز مردنش از مهنت خودش مبلغ خودش صرف کرده زندگی میکند، اما باز هم میگویند قرض فرزندی قرض شهروندیش را اجرا کند. وطنی که مهاجر شده از کشورهای بیگانه پول کار کرده برای وطن ایستادن آن زحمت میکشی، باز میگوید که قرضدار. البته فرزند تاجیک قرضدار به دنیا می آید. قرضی خودی همین مقامداران کشور از بردن نتوانستن راه سیاست قرضدار شدند از چین و دیگر کشورها، فرانسه و برق تاجیک هم سری هر نفر 140 سامانی. کودک نو به دنیا آمده 140 سامانی قرض دارد از برق تاجیک. البته قرضدار است. تاجیک بیچاره به دنیا قرضدار آمده ایستاده است. چشم میگشاید قرض دارد از کشور، از قرضهای کشور برگردنش بار است. بله من خوب درک میکنم. امروز من همین رادیو آزاد چند میلیارد کراچی درآمد کرده است. این درآمد چیش حساب سر حسابی خودشون حساب میکنه. چند میلیارد دیگه 1 میلیارد و چند میلیون سومانی بود یه قرضدار شده. اون اگه جو قرضدار میشه حاضر شوچی که خونه هر یک مسلمان تاجیک
از برق قرضدار است. ما پیش پرداخت کردگیم. اما شما قرضدار باور است، بله. میکنید او شوچک ایمو قرض داره، دولت ایمو قرض داره. اما قرض را باز هم به گردن مردم میزدن. شوچکی خونه من حوزی 80 سومون قرض داره والله قسم. 80 سومون من پیروز دادگی مرا مجبور کردگیم که پول بده من سوم دادگیم داو 80 سومون شوچکی من قرض داره. هر یک شوچکی توجیک مردم توجیک حساب میکنه، من مردمی که در تریتور من زندگی میکنه هر یک تاش 20 سومون 30 سومون 50 سومون پیش پرداخت دارد. اما او شوچک حساب که با کیفتنسی دادگیش و کاغذ دادگیش 50 سومون 40 سومون 20 سومون 10 سومون دولت قرضدار شدگی. دولت قرضدار. اما اینقدر قرض را از کجا یافته؟ درست با گردن مردم بار کرده باشند. من شما را 100% میفهمم، فقط برادر ما از موضوع خیلی بیرون برآمده رفته. درست است، خیلی صحبت خوب هم هست، از اقتصاد وطن حرف میزنیم، این هم لازم است گفتن. فقط در باب بدخشان بود گفتگویمان. مردم خود بدخشان را که از برق شاید بهاران هم اونقدر تامین نیستند، در این بابت گفتنمان هم خوب بود. از برق حرف زدیم. اما هم خدمتای ما از آیا مرا میشنوه. سلام با او شنبه هستند در اونجا، خیروش هستند در اونجا، بسیار بچه‌ای که در خدمتای ما در او صبر جمیل عطا میکنیم که روزی ما به داد شما میرسیم، روزی به شما میشویم فیروز، ما به داد شما میرسیم. ما ایرا خیل نمیمونیم. هر یک توش زمین شکی رنگی همین زمینی که این همین غفور میرزای خونه شا گرفته چی کاری کرد، خونه همیا در مسجد میغلطن. ایشالله به نام خدا همین کار میشود. خونه شونه به دولت تبدیل میشه، به یک نادار میشه. هیچ کس به اینجا حق ندارد. همه شای وطن بیرون میکنه، مرده شکنده از همون گرانیت بیرون میکنه. بیرون هم خاکشان بیرون شود. تمام این ببشه اولاد در اینجا بوش در همین تریتوریمون نگیرن. خب تشکر برادر هستید. البته برادران ما در اینجا انتظار هستند. با او سوال دارم. بله انتظار هستند. ما اینجا گوش میکنیم. خب بسیار تشکر که اشتراک کردید در برنامه. واقعا درباره سلطان عبدالحمید آخران امپراتور امپریای عثمانی وقتی گفتگو کردم، خب در آن دوره خائنان وطن را اگر بمیرند، اگر قتل هم شوند یا خودشان بمیرند، حتی در خود وطن قبر نمی کردند که خاک افلاس می شود. گفته اون که بر وطن خیانت کرد. خب پامیر نام دارند. بلندترین قله در آسیای میانه این پامیر است. در اروپا، در اوراسیا گویم اوراسیا هم شاید پامیر باشد بلندترین. گوش میکنیم شما را. پامیر رفت. میشنوید مرا؟ الو پامیر رفت. پامیر رفت شده برآمدن. ما شما را میشنویم. بلندگویک از جانب شما هم از جانب ما هم گیران است و از چی سبب باشد که صدای شما نآمده ایستاده است. برنامه ادامه دارد. گوسفندان در رمه گمان میکردند که از همه پاسبان بهترین و حمایتگر جانشان چوپان و سگ‌ها هستند. سگ‌ها آنها را از خطر امان می‌دارند و چوپان‌ها آنها را بانی می‌کنند، اما آنها خبر ندارند که دشمن جانشان همین چوپان است که می‌کشد آنها را و سویق یعنی استخوانشان را سگ‌ها می‌خورند. همین طریق همان در شبکه فیسبوک که همگان مراجعت کرده ایستادند که یگانه نفری که میتواند اینجا صلح برپا کند، از خونریزی باز دارد این کشور را مراجعت کرده ایستادند. با همین مقاله فیلسوف سینیلنیکوف موافقه میکند که درباره رمه گوسفندان گفته است این یک مانند کردن یک تشبیه هست. برنامه پرنده های مهاجر است. چه کار باید کرد که پیش راه خونریزی در بدخشان گرفته شود؟ زنگ میزنند، قبول میکنیم. مرحمت. الو
بله گوش میکنم. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام مادر جان، خوش آمدید به برنامه. نوری برنامه. خب انا باید که حاضر ما همه خبرهایی که اساسناک است از پامیر رو بسیار دقیق است، همون خبرهای از کجا که باشد یا ویدو ماند که مردم بینند که در اونجا چی گپ رفت است. خواهش بله. میکنم. بله و یک سوال داشتم به شما. به فکر شما غدارترین دشمن به رحمانوف این کی است؟ دشمن غدارترینش؟ دشمن غدارترین از همه بدترین به رحمانوف کی است؟ همون وزیر کارهای داخلی رمضان رحیموف است، همون رئیس کگب تاجیکستان کمیته امنیتی همون یتیموف با کی است؟ با همون آدمایی که از همون خانواده امام علی رحمانوف همین اوکازای میتین که رویتان کشیتان. برای چی؟ برای که ببینید که تمام سالداتای خیتای در درون پامیر گشتیان، مرزای پامیر با اینا مصلحت چی بود؟ مردم ترساندن، مردم نابود کردن و این زمین همه میدوند که آخر این زمین فروخته شدگی. همون حجتایی که وای رئیس جمهوری خیتای باید میامد همون پامیر، همون حجتایی که زد نیم چسلون پدپیسات میکردن شده аренда دادگی 100 سال با این هم فریب. نیوژلی на خود آدم و عقل و فراستشان به همین نرسد؟ وای 250-300 هزار مردم بدخشان برادرای ما، فرزندای ما، اکا و دادرای ما یگان گناه ندارند؟ تمام گناه در سر حاکمیت است. تمام بایگری ها میخوان گیرند. حاضر هم گرفته بود شده بگید که از یک جا پیلو و از یک جا آخر من همش گفته نمیتونم برای که وقتتان بسیار کم است شما. Первый страшнейший враг Эмомали Шариповича Рахмона, кто? Министр внутренних дел Рамазан Рахимов и председатель КНВ Таджикистана Ятимов. Почему? Потому что они полностью вразрез всем конституционным, значит, этике или конституционному эксцессу. Тут происходит юридический эксцесс. То есть они не подчиняются главе государства, а подчиняются его семье, его сыну, его дочери, его зятьям, жены Эмомали Рахмонова, его, значит, всем братьям. Поэтому бедный несчастный Эмомали Рахмонов, наверное, сам сейчас не рад, что он находится у власти. Может быть, он когда был несчастным счетчиком или табельщиком в этом Дангаре, он был намного счастливее. В любое время мог любую девушку привести этому своему, как говорится, куратору и своему протеже, этому несчастному начальнику лесхоза. А сейчас он что может делать? Ничего. Сейчас бовар кнедагар бечора азамы джони худаш серш дагяй. Ай намедонат ки чикор канад ва як лухтак дагяй, як бозичеш дагяй дар дасти ама ино. Просто его, знаете, вот чисто по-человечески, он, конечно, это все заслужил. Почему? Потому что за 2 месяца до прихода к власти начал массовый геноцид коренного населения Таджикистана, выходцев из Бадахшана, выходцев из Вахьо, из Калайхумба, из того же Ванджа, из той же этого самого Гарма, где бы они ни жили. Жили они бедные в Шартузе или в Кабедионе, разницы нет. Жили они в Пянском районе, тоже разницы нет. Жили в Душанбе, тоже разницы нет. Вайдар Худозада Шидагяй, дар амо тоба кардам хуни хамун мардуме ки кушт бо хамун хуну бо куштор омад, хамин дар мағзи сари вай мондагия ки ягон инсон бояд ягон калима гапи қонуни гап назана. Никто не должен его спрашивать о правах конституционных, гражданских, которые написано в Конституции Таджикистана 1994 года, что это государство демократическое, светское. Что вот именно эти сейчас вот карающие органы, которые я сказала, они обязаны защищать безопасность каждого гражданина.
даже еще не родившуюся в утробе матери. Они что творят? Ну, сколько можно об этом говорить? Ну, счастье в том, что... Большое счастье в том, что вот этот особенно марафон в поддержку бадахшанцев услышал весь мир. Я могу это до бесконечности повторять. А мы як блогер, бинеки ягон та ишмо, на Шаухаджон, на Шмо, на Хусейн Ашуров, на дигар одамо, ягон полномочий давлат надуре. А мы ишмо выполняете что? Свой гражданский долг. Рискуя своей жизнью, рискуя своими близкими, где бы они ни находились. Но видите, обруй шмо, хами блогерой рядовой, но тарский габ мезене мардума ки бедор мекне, аз обруй тамоми дастгоҳи давлат, тамоми Эмом Али Рахмонов, тамоми ҳамон давлатиё, тамоми ҳамон корхонаҳои давлатӣ ё ҳамон власти ҳукуматдоро обруи шумо баланд шудагай. Барои чӣ? Аввалам худо, охирам худо, онгоҳ худо, садои музлими мардуми изолаткашидаи аз дасти ин хунхори, аз дасти ин террорист, аз дасти ин товба кардам худо, она принес он только в наш Таджикистан угнетение, тиранию, вот. И информационный терроризм. Вот сейчас он занимается информационным терроризмом. То есть не дает никому спокойно ни в Таджикистане жить, ни в Горном Бадахшане, ни во всем мире. Ну ничего. За него авалам худо, ахирам худо. За него очень влиятельные люди всего мира занялись. Вот совсем мало осталось ему. Совсем мало осталось ему управлять. Бинеки дои хаммаи ин одамореки кышт хештаворой вайора. Дои хаммаи мардмой ки дар хама динё рез чошан беватану дар бадар хогбасаран. Дои музлиму бекасу бесохиби мускин. Дои хамма вая мегира. Иншаллах. Вақте ки худо зад, мега ки калта ки худо садо надорад, бад ки зад сазо надорад, анама хел меша. Вот тема Бадахшана. Я убедительно прошу вас, сейчас пускай ваши сотрудники или ваши помощники посмотрят самую свежую информацию о Бадахшане. Слава Богу, что там находится Навджувонов. Слава Богу, что там находится Навджувонов. Абдулла Шамбеевич, уроженец Рушана. Дай Бог, чтобы в отношении его никаких грязных провокаций не сделали. Каждый гражданин Бадахшана от новорожденного, даже который в животе матери, до значит, старика, является сейчас героем Милат. Кахрамони Милати Таджикистанан тамоми Бадахшани ҳозир ки дар ҳамон қадар зулумот ина ирӯз 81 рӯз шуд ва ё ай пулое ки ҳукумат ҳастанд. дуруст. хештаворошон аз перевод мекунанд намегиранд, гӯшна ташна бине ки як халта орда уҷа то 450 сомонӣ мефурӯшанд. Ки мефурӯша? Бо ҳаме қотилои миллат, бо ҳаме ана хештавор оилаи ҳаме Эмом Али Шарифович Рахмонов мефурӯшад. дуруст аст. Поэтому як хабари нохуб ин ки нархи орд боз бардошт намешавад, чунки нархи гандум дар дунё بالا رفته ایستاده است. همین شبانه روز آخر از سبب نزاع بین دو کشور روسیه و اوکراین نرخ گندم باز بالا رفته است. این قبل از همه برای همین کشورهای قشاق مانند تاجیکستان و یک دو کشور دیگری اطرافش سخت تاثیرگذار است. برای هوای این میبخشید آخر چی گویم؟ мне слов не хватает, как его назвать. این як пешобу, як пешпои миллати тоҷик шуд дар ин президентиш. Охир нахоту складои аз амин хӯрокворӣ, складои тамоми хешу тавората оилата пур книмони мардума айгушнагӣ кушӣ. Охир ту чӣ хел қотилӣ, чӣ хел бевиҷдонӣ? Что ты производишь массовый голодный геноцид над людьми? Что ты творишь? Ты даешь даже не даешь возможности те люди, которые работают в аграрном секторе, в сельском хозяйстве, чтобы вывозили свои продукции, свободно продавали. Приезжают люди с Узбекистана, забирают за бесценок,
уже на границе с Узбекистаном ставят, что это произведено в Узбекистане, и 5, 7, 10 раз дороже продают. Ёпок парвардигори азаваджалла танхо худат джазои ин хели золимояти. Тобакая, до каких пор люди могут мучиться? Понимаете? Конечно, революционный настрой у всех достиг апогеи. Слава Богу, что весь мир услышал, что творится в Горном Бадахшане, в Таджикистане в целом. Слава Богу, что голос бадахшанцев слышит весь мир. Вот я еще раз обращаюсь, вот именно я еще раз сейчас обращаюсь куда? К уважаемому Агахану. Уважаемый Агахан, вы смотрите, что творят с вашим народом. Неужели для вас 250-300 тысяч человек, которые веруют вам, которые обожествляют вас, которые молятся на вас, не можете им помочь? Конечно, вы можете помочь, потому что вы один из самых влиятельных людей мира, граждан мира. Помогите им, пожалуйста, чтобы сохранить Горный Бадахшан на веки веков для проживания выходцев из этого Бадахшана, для всех их, чтобы это осталось им. Эта земля навечно, чтобы им осталось на тысячи лет вперед. Ихним детям, ихним правнукам. Сейчас в действительности это геостратегический, геополитический, как говорится, точка мировая. Вот. Если сейчас в действительности захотят, они помогут. И единственное спасение, как бы меня бы ни клеветали, чихок мой и флосеки набору дар ин комментариошон, ягона авалам худо охирам худо онго худо мо бояд чикор кунем? Бинед ки мо истиқлолияти худро гум намекунем, мо забони худмона гум намекунем, парчами худмона гум намекунем, герби худмона гум намекунем, ягон қонуни худмона гум намекунем. Майлаш ино ҳозир мана душман хонанд, лекин бинед ки бояд ки ҳамин идеологии давлат бояд демократический светский государство боша. Дар қалби ҳамаи шумо, мо дар қалби тамоми инсонои дунё ин ҳарами худост. Ин личное наше дело уверовать в Бога. Ҳарами худо дар қалби мо у шумост. Ва як бисёр чизи муҳим гуфтанӣ ҳастам. Аз рӯзе ки ҳамин хунхор ба сари ҳокимият омад, образование касиф шуд. Барои чӣ? Бинед ки дар сураи 97 Қуръони Карим якумин калима чи аст? Иқро, бихон. Иқра, бихон. Вақте ки ту хонда натонид, вақте ки ту маълумот дошта бошӣ. лолмони, бале. وقتی که خونده تونی، تو وقتی که معلومات داشته باشی، تو وقتی این فرق نداره زنی مردی تو کودکی کلانی، اگر تربیت داشته باشی، سواد داشته باشی، به مانند من این 3 میلیون آدم در اینجا عذاب نمیکشند. من نمیخوام ای تیم دروغ برآمدن برای که تیم بدخشان را باید پیگیری کنیم. بله. برای همینم خواهر عزیز دختر مهربان حاضر میخواهم که شما در همین کانالتون یگان از همه خبری نوترین و جدیدترین نمونید. بله، از بدخشان خبر گرفته برآوردن هم خیلی دشوار است چون اینترنت نیست. خبر را در میبرانند، حتی مرز این ولایت را محکم کردن. پامیر دیلی نیوز یک رسانه خبری هست از همانجا که نمیدونم به شبکه اینترنتی چگونه پیوسته دیرتر میبرارن خبرها را و کوشش میکنیم که نو در برای همینم بیاید حاضر همه ما یا پاک و پروردگار اعز و جل تنها ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا خداوند کریم در یگان جای دنیا خونریزی نشود و برادران ما، پدر و مادران ما، مردم تاجیک ما که در بدخشان خدا نگهبانشان شود. انا ببینید که باز هم من مایلش حقارت و دشنام کنن وای نمیدونم کی هست کی نیست، با خودش میرود. یگانه حاضر اولم خدا عقل و فراست داشته باشن، حاضر وصل شدن به همین союзное государство Россия, Белоруссия. ما انشالله خدا خواسته باشد نجات می‌یابیم همه ما. و 3 میلیون مردمی که در این
Россия наджет мееван. Видите, 7 миллионов, это экономический вопрос, я не хотела его поднимать. Но эти 3 миллиона, которые работают в Российской Федерации, каждый из них кормит 10-15 человек. درست است بله دیگه چندین عائله است حساب همینا جوشیده ایستاده است Поэтому я не хочу говорить больше об экономических, я хочу говорить о политических и о той гуманитарной катастрофе, той гуманитарной, توبه کردم خدا فاشیست محکم کرده بود بلاکیروت کرده بود لنینگرادا این از فاشیست هم گذراند این از تمام ظلمای دنیا گذراند تو نخوا تمام همون یک قدم راه در اینجا بلاک پست مانی در اونجا بلاک پست مانی از دیگر ناحیه‌ها همین فرزندای با همون تاجیک همون جبری هیچ وقت تاجیک بر ضد تاجیک تیر خالی نمیکنه اینا نه از دانستمونن درست است معلم خیلی پرمضمون بود حرفای شما من میفهمم که از تای دل سوخته میگوید این همه سخنها را سفرماه محمد بک و اینجا نوشتند که خداوند شما را نگهبان باشد مریم بی سلامت باشد و خداوند نگهبان باشد که در کامنتاری نوشتند واقعا در کامنتاری ها همیشه حرفای خوب نسبت شما گفته می شود مردم بسیار آدم من حقارت میکنن دستنا میکنن انا این کافرای این دجالای این انا کمونیستای انا این پوتین پرستای و یا عقل و فراست ندارن یک دو سه نفر رو باید به نظر هم نگرفت مرا هم میگویند من هم که در شبکه یوتیوبی برآمد میکنم کافر میگویند صدای زن نامحرم است تو چرا برآمدی میگویند چرا چهرهت را نمایش داده میگویند بسیار است این خیل انسان ها انا برای چهره شما یک нога گفتگیم вот я прошу прощения вот смотрите меня доченька слушайте меня внимательно вот вы в своей национальной одежде в своей национальной одежде которую носили ваши бабушки прабабушки тети вы смотрите вы несете что вы как психотерапевт для всех этих бедных, несчастных трудовых мигрантов из Таджикистана. Тогда, помните, выступил один узбек из Таджикистана, как он извинялся. Поэтому мы должны, наоборот, привлекать всех граждан Таджикистана, независимо от их вероисповедания, независимо от социального происхождения, от религиозных, как говорится, соображений. Вот именно человек создан по образу, обличию Божьему. Я гапидигам гуам, بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله سبحان الادم صفی الله انا همین گپ بس آدمای میفهمیدگی ده خب بسیار تشکر معلم جان خوش آمدید یک بار دیگه بر برنامه واقعا وقتی که برآمد معلمه مریم بی شریف زاده رو گوش میکنیم یک بار صفحه بینندگان زیاد شده میرود من این رو در هر برنامه مشاهده میکنم 999 نفر بودن 1210 نفر شدن نو وارد شده ها خوش آمدید نوری دیده انا باز هم یک بار دیگر دختر عزیز مهربانی من شما بینید که вы являетесь своей внешностью для всех трудовых мигрантов не только в России, но которые находятся во всем мире как психотерапевтом. Они в вас видят свою мать, свою дочку, свою сестру. Понимаете, насколько вы их успокаиваете? Бог даст, придет время, я тоже выйду, лицо покажу. Но, конечно, очень многие упадут, разрыв сердца получат. خب بگذار همان روز رسد یک دلیر نظر خود یک سراینده سروده میخواند که بر شعر جلال الدین رومی بسته شده است میگفت ای نور خدا در نظر از روی تو ما را ای کاش که در روی تو بینیم خدا را یک غزل زیبایی بود باشد که یک روز روی نورانی شما را هم بینیم خدا رساند به همین روز و اگر دشمنان شما از هوش میروند بگذار میبخشد باز یک بار دیگر التماس تمام فرزندا تمام برادران تمام مادران و خواهران مظلمی در بدخشان بودگی ما خدا نگهبانتان شود انا خیلی استوار باشید انا خیلی قوی باشید که اراده شما اراده پولادی است اراده شما خدا دادگی این اراده هیچ وقت این نو انسانا این تروریستا این یک تروریسم بین المللی اویلوی جنایی متشکلی
هیچ وقت انشالله به امر خدا غلبه کرده نمیتونه در سر شما. خدا نگهبان شما شود، پروردگار عز و جل. من از کانالتون نمیبرم، وقتی که در کار باشم با سیدیت کنید. بله بله. خب بسیار تشکر. تشکر بر شما که بینندگان عزیز پیگیری میکنید، ما را گوش میکنید، برنامه را در نوبت 2 نفر ایستادند قبول میکنیم یک یک. مرحمت جاوید. سلام علیکم علیمه جان عزیز. و علیکم سلام. سلام علیکم. خب سلامتتون. بله شکر خداوند که روزهای خوب را میسرمان کرده. مرحمت دایره موضوع حرف میزنیم. گپ در سری بدخشان. علیمه جان عزیزم، خب حتما فهمیدم از برنامه‌تون، از موضوع برنامه‌تون آگاه شدم. خب علیمه جان عزیز، من امروز افتخار میکنم که امروز شما همچون زن تاجیک افتخار نموده انا در پسی منظره خود بیناهای زیبای تاجیکستان را گذاشتید. امروز از شکر و گزاری از انا همین آبادی و گل شکوفایی کرده ایستاده، انا همین پس منظری خود را از زیبایی های تاجیکستان مونده. یک مسئله دیگر طرف مسئله چون میبینم معلمه عزیز که خب لبای چون میبینم که معلمه عزیز شما درباره بدخشان که یکی از قسمت‌های جدا ناپذیر که یک گوشه، یک شاخه تاجیکستان عزیز به حساب میرود سخن میرانید و میگویم که آن کوشش و زحمت و تلاش های شبانه روزی این برنامه های شما میخواهید و کلا از جمله اقبال یا دیگر اشخاصان میخواهند که مردم بدخشان را باز به اغوا اندازن، به شورش اندازن. و امروز متاسفانه شما هم دیده ایستادید که مردم بدخشان که مردم برادری، مردم جان، مردم دوستی ما امروز فهمیده ایستادند که این اغوای شما، این شور اندازی شما خود به پایان رفته ایستادید. از این هم شما آگاه هستید و چون امروز شما این برنامه ها را تا حد امکان قوت داده ایستادید، پای در پای این برنامه را گذاشته ایستادید که باز همین شورش اسیان مقصد زیادتر شود، ولی متاسفانه این انتی یعنی زیدی عملهای شما رفته ایستاده. این کمتر نفهمی که در بین ما مردم بود الکی از بین رفته ایستاده است و امیدوارم که شما چندین اشخاصانی که امروز به طریق برنامه با مصلحت پیشکی انا برآورده بر برنامه 5 دقیقه و 10 دقیقه و 20 دقیقه گذاشته ایستادید، این هم یکی از برنامه‌های پیشتر آماده کرده شما به حساب می‌رود و من از تمام مردم تاجیکستان خواهش میکنم که انا همین برنامه‌های فتنه انگیزی شما، انا همین برنامه‌هایی که عاقبت آبادی ندارد گوش نکنم. این یک طرف دیگر طرفی مسئله چون میبینم معلم جان اینقدر بدخشان آخه بدخشان این مردمی ماست، مردمی تاجیک تبار ماست، مردمی قدیم الایام تبار، مردمی که زبان شیرین لحوی گوارای تاجیکی را تا به امروز آورده رسانیده است. این همون از مردمی بدخشان به حساب میرود و این برنامه‌های پای در پای شما گذاشته این یک برنامه‌های فتنه انگیزی است. معلومه شما همچون یک فرزند تاجیک امروز افتخار میکنید و در پس منظری خود اینقدر صورت‌های رسم‌های زیبای وطن عزیز گلگل شکوهش آورده میموند، لیکن باز زبان دیگر چیز است و دل دیگر چیز. حیف است برای مادر تاجیک اینقدر سخن‌های که شورش انگیز است و اسیان بردارنده است تو شما این حالت به پیش میگیرید. این اقدام نجیبانه شما نیست، این اقدام پیش از تیار کرده شما است. آخه معلم جان عزیز شما مادری تاجیک است، ما شما میگوییم، ما شما احترام میکنیم، ولی متاسفانه عملهای شما نادرست معلمه. خب قبول. اگر فکر شما چنین است، فکر همگان را باید احترام گذاریم، چون که در ابراز اندیشه همگان آزاد هستند. اگر شما اغوا انگیزی میشمارید گفته‌های مرا، جمله از همین گفته‌های من میتواند اقتباس بیارید که باعث اغوا انگیختن در سرزمین بدخشان باشد. یگان جمله. معلم جان عزیز من شما را حرمت میکنم، گرچند که شما بسیار میگوید که ارد قیمت شد، مگر شما اولیا هستید یا ولی الله هستید یا شما از زمره
فالبین های انان به مانند گمگی و ونگی و دیگر اشخاص ها هستید که شما پیشگویی میکنید. این در قرآن عظیم الشان کسی که پیشگویی میکند این کافر گفته تا آنجایی که من میدونم. شما پیشگویی میکنید زیر قانون خداوندی میبروید، شما امروز باید آرد قیمت شد قیمت میشود. ریا نوستی lenta.ru با این دو شبکه وارد شوید و نرخ گندم رو برای امروز بینید. بلندگویک رو خاموش نکنید دادر جان. من از پیش خود چیزی نگفتم چون که من نه گندم فروشم نه گندم کار هستم. دهقانی کردم اما گندم نه. ما باغبان بودیم در تاجیکستان. آخه مقصد شما معین است، چون من میبینم که شما در سرزمین تاجیکستان تولد شدید، امروز به وای رسیده، امروز برخلاف. دادر جان خاموش نکنید، گیران کنید التماس. من حرف میزنم نباشد گوش کنید وارد میشوید. شما که نگذاشته سادت حرف زدن. ریا نوستی خبر داد که از سبب مناقشه بین دو کشور نرخ گندم میبراید، چون که تولید کننده اساسی گندم در منطقه های اروپا این همین دو کشور هستند. در آسیا قزاقستان است تولید کننده اساسی، اما در منطقه اروپا کشوری که اینجا خدا خواهد هرگز شورش نمی شود، جنگ نمی شود. اما نرخ گندم رو من از خودم نبرآوردم. وقتی که خبر رسانه‌ای شده را بازگو میکنی به فال نمی درآید. فال این است که آینده رو میگویی. من آینده رو نگفتم. خب در باب اغوا انگیزی در بدخشان من عسکر نبردم، عسکر نکاریدم. من در بدخشان گلبدین نکشتم. من در تاجیکستان مادر عبدالرحمن 09 را برده حبس نکردم. من بر نصف روشنفکران تاجیکستان از روی ماده 307 پرونده جنایی نکشادم. همین طور است. من چهارشنبه را بازداشته نبردم یا علوبچویف را من بازداشته برده در رویش 1 کیلو پودر مالیده یا کرم تنال مالیده برآورده برآمد نکناندم. یک مرد سبزینه سرخینه رو، یک مردی که خونش، یک مردی که در دهه به وای رسیده، او را آنچنان سفید کرده برآوردن، آنچنان چشمان پرهراس دارد حرف میزند که من اشتباه کردم و تمام دنیا امروز تمسخر میزند بر وطن عزیزی من، این کوسار وطن من. بله گفتن زمان 5000 بلندی دارد. من با وطنم افتخار میکنم. کسم کسی وطنم، خسم خسی همین وطن هستم. خب مرحمت گوش کنید، فقط اقتباس بیارید جمله‌ای که من باعث اغوا در وطن شدم. واقعا جاوید جان گوش کنید، من هم شما میگویم هرگز تحقیر بر یگان نفر روان نمیبینم. شاید برابر فرزند من باشد. یگان نفر را ما قبلا آگاه نکردیم که به برنامه وارد شود. اگر اثبات کرده توانید که معلمه مریم بی شریف را من دعوت کردم به برنامه، همین برنامه را من می سپارم، دیگر نمی برایم. همین اثبات کنید، من برنامه را می سپارم. معلمه عزیز گوش کنید. من در نزد شما در دولتی که شما هستید و یا هم طبق و هم سبق شما نیستم که در اساس قانونگذاری گیرم حالتهای اثبات نمایی کنم و شما اثبات کنم. لیکن فرضیه ایستید، من شما گوش کردید، اکنون من شما گوش میکنم. فرضیه ها هستند که انا همین سخنهای از نگاه ایدئولوژی نظر افکنده به یکدیگر مانندی دارد. این یکم طرفی مسئله. دیگر طرفی مسئله وابسته به اغوای بدخشانی که میگویید، شبانه روزی که من پیگیری میکنم، از زمانی که در بدخشان کمتر یک مسئله نوفهمی اومد، گلبدین من نکشتم، این نکشتم، باز من میگم شما از زمانی که در بدخشان یک حادثه کمترین پیدا شد، برنامه‌های پی در پی شما، شوکت محمدی، اقبال و از گونه همین از شخصانی که مثلا در برنامه‌های این شبکه‌های اینترنتی فعال هستند، البته اینها برنامه پی در پی به بدخشان تعلقیت داره. قبلا میگفتید که آنها در دولت این خیلی شده است، آنها در امروز اومده پی در پی میگیرید در بدخشان. این یک مسئله. آخر من درباره بدخشان میگوید وقتی که اینقدر پی در پی شد، من بعد از پیام ها گفت و شنیدهای گپای شما محمد باقر دیدید در شبکه‌های اینترنتی بر اومد رفت سردار ریاستی معارفی شهر ولایت بدخشان از زد، این کرد، از خانه شبانه رفته بیرون کرد. مگر این سخنهای ایدئولوژی شما نیست؟
مگر این عملهای شما نیست که امروز میگید؟ این عمل به چی میگوید؟ محمد باقر من رفت سردار ریاستی معارف یک آموزگاری بیچاره ازت، حالا که آموزگار ما در شما میگوید که در برنامه ها اقبال من گفت، میبخشید من امروز اقبال به شما اسم و اقتباس آور رسادم. اقبال گفت در معارف تاجیکستان این گونه است، معارف تاجیکستان آن گونه است، معارف تاجیکستان پس رفته است. من در دولت های اروپا این خیلی اینترنت ها رشد کرده است، علم و معارف این خیلی رشد کرده است، اون کرده است. ما میگیم یک شخص زیایی که به طفلکی بیباک ما درس میگوید، طفلکی بیباک ما امروز تربیه میکند، وای خانو درش پرت افته است، آمده است در کارخانه شبانه خواب میکند، شبانه شب تا سحر جوش موریدش بیاد کار میکند، برای زیایی شدن فرزندان انهمین مردم بدخشان کار میکند. لیکن میبینیم مردم معلم بیچاره میزنیم. این مگر از روی عدالت است؟ مگر پرینسیپ گومانیسم در بین ما گم کرده؟ پرینسیپ گومانیسم کجاست؟ گوش کنید دادر جان، من گوش کردم شما. پدرم معلم، مادرم معلمه، 41 سال در مکتب کار کردن. 41 سال. پدرم هم تا دمی که از پا افتاد در مکتب بودند. یعنی که ما 4 نفر فرزند هستیم، 3 نفر من هم معلمه بودم، 3 نفر دیگر هم معلم. کلین خانمان هم معلم. در اولادمان اگر حساب کنید سر هر یک عائله که از عائله ما نیستن، دیگر و دیگر خویشتباران در عائله لااقل 1 نفر معلم دارند یا 2 نفر معلم دارند. معلمان فن دقیق هستند. یگانه من جانب فیلولوژی رفتم، دیگر همه الگبرا، گیومتری، فیزیک، انفرماتیک درس میدهند. خب پدرم رادیوفیزیک، من چگونه میتوانم نسبت معلم حرفی بد گویم؟ با نوک قلم معلم به وای رسیدم. 2 سال جنگ شهروندی پدر مادر معاش نمیگرفتند. 2 سال شنبه یک شنبه ما یگان چیز پخته ساخته برآورده فروخته 5 روز دیگر مکتب میخوندیم. تماما بینان ماندیم، اما دانشجو بود. خواهرانم یا دادرم نسبت معلم ما هرگز حرفی بد نمیگویم. واقعا بر این راه پیش گرفته من یگان نفر از اهل خانواده جوابگوی نیستند هرگز، و نسبت اینها از جانب یگان مقامات فشار نشود. من خودم برای خودم جواب میگویم. مرا یک بار دیگر میگویم با همین کرسی خود مقامات آورده شینان. اینها به من دعوتنامه ندادند که بیا با ما کار کن. اینها دعوتنامه ندادن. همکارمان وارد شدن قبلا، خوش آمدید در شوکت، و من قبلا میخواستم از یک رسانه یک خبر را خوانم که جوابتون گفتن که خودبین هستید یا دیگر چیز. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که هفته مهم تنش‌ها در سر عملیات نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین، این همه خب دراز نمیکنم خبر را، سبب شده که گندم پس از بالاروی 5.3% در هفته گذشته 1.7% دیگر افزایش یافت. ماه نوامبر نرخ غله به بلندترین سطح خود از سال 2012 رسیده بود. عین حال تا آن درجه نیست، 7% از آن ارزانتر است، اما به هر حال نرخ گندم بالا رفت. من جانبدار نیستم که نرخ گندم بالا رود، چون که خویش و تبار من هم نان میخورد، من هم نان میخورم، خویش و تبارم هم. جانبدار نیستم، همگی یک خبر بود که بازگو کردم. دیگر شبکه ها هم البته می نویسند، یا خودی من نه. مرحمت اگر دایره موضوع برگردیم به موضوع، اگر با دادر بحث کردنی شوند با جواب شوکت نوبت به شما. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب خبر تمامی همکاران شما را به یک برنامه تان خوش آمدید میگیم و امیدوارم که همگی هموطنان صحت و سلامت هستند. و حالا میبینم بحثتون بسیار خوب تصفیه ایستاده است. من هم خواستم چند از نظرهای خودم را بگویم. حالا همین نفری که گفته شدن شما پای در پای درباره بدخشان برنامه کرده ایستاده اید و گفته شدن محمد باقر رهبری ریاستی شعبه معارف ولایت مختار کوهستانی بدخشان را زد و بیچاره از بجاها رفته
در اونجا درس میگفت و این معلم بود و هکذا. برادر عزیز، پیش از همه ما کوشش کنیم که نظر فریبی نکرده باشیم. با گپ‌های شیرین، با گپ‌های نظر فریبانه مردم رو فریب نکنیم. با جای محمد باقر هر یک نفر می بود همون رئیسی همون معلم رو رفته میزد. در همه قشلاق جایها در شهر نواحی معلم های نیستن که از پدر و مادری طلبهشون شرط نخورگی باشن. خیلی کم معلم ها هستند. برای چی؟ برای اون که بعضی وقت میشد معلم هم از دایره معلمیش بیرون میرود. اگر همون ریاست معارفی شعبه معارفی ولایت مختار کوهستان بدخشان از همون دایره معلمیش بیرون نمیرفت و بر ضد محمد باقر مردم رو جمع کرده و معلم ها رو زیر دستانش رو جمع کرده آورده اظهارات نمیتیاند و شرطه نمیخورد. بر ضمن این یک معلم با سیاست آمیخته شد. با سیاست آمیخته شدنش کار خوب است، استودنی است. باید معلم های امروزه با سیاست آمیخته شوند، اما برای سیاه کردن یک قشر جامعه، برای سیاه کردن یک نفری که در بین مردم محبوبیت دارد، فقط به خاطر آن که محبوبیت او را حکومت مقامات چشم دیدن ندارد، فقط به خاطر همین معلم ها رو جمع کرده مجبور کرده ضد او گپ زنوندن، علاقه خودش رو به شرط خوردن آماده کردن بود. دلخواه آدم حق دارد از آبروی خودش، عزت خودش، حرمت خودش، اعتبار خودش دفاع کند. اگر گفتیم که چرا محمد باقر سمسود کرد، باز میگیم که چرا اون معلم رئیسی ریاست شعبه معارفی ولایت مختار کوهستان بدخشان از پیش خودش قضاوت کرد، زیر دستانش رو مجبور کرد که ضد محمد باقر گپ زنند. کار رو این سر کرد، کار رو رئیسی ریاست شعبه معارفی ولایت مختار کوهستان بدخشان سر کرد تا اینکه شرطه خورد. وقتی که یک معلم یک زیایی تا به حد پست می رود که تا به حد با پستوبکه های خودش گفت روزها تا به حد پست می رود که یک نفر می گوید شپلاق کش کرده بر رویش می فرورد تو احمقی گفته. تا این حد باید یک زیایی یک معلم پست نرود. تمام انتخابات های تاجیکستان رو انمی معلمان تقلب میکنند. فالسیفیکاسیون به دست همین معلم ها اجرا می شود در تمام انتخابات های تاجیکستان. مگر دروغ میگویم؟ شما مثلا گریم اگر همین گپی مرا رد کنید، من شاهد زنده هستم. من 4 انتخابات گذراندگی هستم، 4 انتخابات پارلمانی گذراندگی هستم، 2-3 انتخابات پرزیدنتی گذراندگی هستم. در همش ناظر یا اعضای اوچسک یا که نامزد شده اشتراک کردگی هستم. برادر تمامی سیری اسرارش رو میدونم. با دست همین معلم ها فالسیفیکاسیون می شود انتخابات. همین امروزه امام علی رحمان که شما پیشوایش میخونید پرزیدنت غیر لگیتیمی است، یعنی پرزیدنت است که حق پرزیدنت بودن ندارد، حق پرزیدنت شدن ندارد. او را شما پیشوا گفته گشتید. به خاطر چی؟ به خاطر تقلب های انتخاباتی با دست همین معلمان انتخابات ها تقلب شده است. داونا وقتی عبدالملک عبدالجانف وقتی که انتخابات رو برد کرد، این با یاری همین باندیت های فرونت خلقی در سر قدرت ماند. با آواز انتخابات مردمی عبدالملک عبدالجانف انتخابات رو برد کرده بود، آواز بیشترین رو گرفتگی بود و تا به نزدیکی در ویکیپدیا آواز عبدالملک عبدالجانف زیاد نشان داده بود و تاریخ گفته شده بود که در اونجا هم کشورها عبدالملک عبدالجانف رو تبریک میکنند به غالبیتش، چون که ناظران بین المللی بودن در اونجا. OBC بود در انتخابات شرکت کردگیشان، ناظران بین المللی شرکت کردگی بودن. اونها میفهمن، میبینن نتیجه رو اعلام میشود، نتیجه اعلام میشه، بعد از اون میفهمن که با امام علی رحمان غلبه کرده است فردایش.
این پرزیدنت غیر لگیتیمی است. یعنی پرزیدنت نیستین. ولو پیشواگیش کجا، اساسگذاریش کجا؟ پس شما آیا نظر فریبی نمیکنید؟ همین بودن همین امام علی رحمان در سر قدرت جنایتکاری است و در اطرافش جنایتکاران را جمع کرده است و میخواهد که صدای بلند صدای خودش باشد. هیچ کس صدا نداشته باشد. هر کی صدای بلند داشته باشد او گناهکار است، او گروهی متشکل جنایی است. وای برادری عزیز، جاوید بودید، جهانگیر بودید، در ماه نوامبر در بدخشان، آخر ماه نوامبر در بدخشان 5000 نفر آدم به نزد بینای حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان جمع آمدند. مگر 5000 آدم اونجا جنایتکار بودند، گروهی متشکل جنایی بودند؟ حالا گفته شده گروهی متشکل جنایی تظاهرات کردند. مگر اونها 5000 آدم، 5000 شهروند چی طلب کردند که آنها گروهی متشکل جنایی بودند؟ گفتند که شما قتل گلبدین ضیابکوف را شرح دهید. با چه سبب کشته شد؟ چگونه کشته شد؟ با چه جرم کشته شد؟ بیایید سبب قتل گلبدین ضیابکوف را به ما شرح دهید. تا به حال حاضر شرح ندادند. مادرش برآمد مرده اش را از قبر بیرون کردند، اکسپرت کردند، با حال هم خاموش هستند. مادرش برآمد گفت که مرده بچم را از قبر بیرون کردید. بعد چی شد؟ بچه خلاص آمدید؟ حال جواب ندادند. چند ماه گذشت. همینجا کارناشایمی مقامات، کارناشایمی یک حکومت برملا شده ایستاده است. برملا شده ایستاده است. همین قدر بس است. حالا موضوع اپای صاحب امروز پیشگیری خشونت در بدخشان. وقتی که پیشگیری خشونت در بدخشان شد، یعنی از شما برادران، از شما هموطنان اینجا نظر پرسیده شده ایستاده است که چی کنیم که خشونت در بدخشان پیشگیری کرده شود. خون نریزد. بله خون نریزد. به مردم ترک شده نشود، به سوی مردم کشته نشود، به مردم چشم الا کرده نشود، مردم لطکوب کرده نشود. چیکار کنیم؟ به این سوال ها باید جواب گوییم. حالا پیش از همه چندین مثلا گریم زیایی ها، نفرانی که به حرفشان مردم گوش میدهد و در پستشان یک حرف نوشتند، همه انتظار میکشد که آنها چی میگفته باشند، چی مینوشته باشند. این گونه نفران حالا به رئیس جمهور مراجعت کرده ایستادند که رئیس جمهور میتواند پیش روی این خشونت را بگیرد. بله، ظفر صوفی برآمد کردند، مثلا در پستشون نویسند. هرچند من به این گونه مراجعت ها راضی نیستم. من میدونم که امام علی رحمان از این کار نمیبرد. حالا فکرم رو میگم. تمام مردم ناحیه ها گروهی، رشد قلعه، روشان، همه این مردمش برآمده در یک جا با همصدایی مراجعت کرده ایستادند که دفع شوید. و این بالای ما ظلم کردن، سرکوب کردن و لشکر آوران رو بس کنید. مگر اینجا حالت حربی است که شما نظامی ها در کوچه ها با پلمتر و автомат با تانک و توپ و تفنگ میگردید؟ حالت حربی رو در بدخشان کی اعلام کرد؟ هیچ کس. پرزیدنت صداش نمیبراید. حالا با پرزیدنت مراجعت کرده ایستادن، محترم جناب عالی گفته. این مضمون این رو دارد که وای، حالا ببینید ظفر صوفی در مقاله‌شون نوشتن که همین رئیس جمهور به همین مسئله مساعدت کند، با این مساعدت کند و اون سربازانی که به بدخشان رفتن اگر برگرداند ثابت میکند که طرفداری خشونت نیست، ثابت میکند که جانبدار صلح و امانی، آسایشتگی، صلح و ثبات است. فکر من این است که ظفر صوفی از یک جلاد طلب کرده ایستاده است که ثابت کن که تو آدم نکشته ای. یک جلاد رو میگه که تو ثابت کن که سری کسی رو نزده ای. همین خیل جلاد همین خیل طلب کرده می شود؟ نمی شود البته. حالا
عظیم الملک رحمان هم طلب این که سربازان رو برگردان، مساعدت کن، خشونت بس شود، دیگه به مردم ظلم نکن، مردم رو سرکوب نکن، مردم رو زندان نکن گفتن. اگر تو همین کار رو کنی، نشان میدهی که ثابت میکنی که تو واقعا یک پرزیدنت یا پیشوای مردم سالار یا پیشوای مهربان هستی. همین خیلی این مضمون اون رو دارد که یک جلاد رو طلب میکنید که تو ثابت کن که تو دکزت کن که آدم رو سر نزدی. آخر وظیفه سر زدن است. جلاد همین قدر کار میکند یا که کارش عادتش همین سر زدن است. پس او چه خیلی از او طلب میکنی که ثابت کن تو سر نزدی. عظیم الملک رحمان طلب کردن صلح و ثبات و آرامی و آسایشتگی مردم، آزادی مردم، حقوق بنیادی و جامعه دموکراتی طلب کردن هم مثل همین است. از اوده این نمیبراید امام رحمان. همان روز که در تاجیکستان جامعه دموکراتی، جامعه حقوق بنیاد به میان آمد، امام رحمان 5 روز نفس کشیده نمیتوند همچون پرزیدنت. برای اینکه مردم صدا بالا میکند میگوید دفع شو. برای همین نظر فریبی رو بس کردن در کار، خود فریبی رو بس کردن در کار، دیگر به خود اومدن در کار. حرف گفتنی داشته باشن پیوندم باش بدر جاوید مرحمت. مردان با هم بحث کنن من کنار میمونم. جاوید مرحمت. خب تشکر زیاد. من سخنها رو با دقت گوش میکردم و نیت در نوبت خود احترام میکردم و این چنین معلومات شما از برنامه ما رو بیرون کردید و با تکرار من در آمدم. وابسته به سخنرانی که شوکت محمدی گفتن که اگر که به جای محمد باقر دیگر کسان میشد معلم رو میزد. معلم گفتن مردم دعوت کرد، معلم این کرد اون کرد. پس معلم دعوت کرد باعث زدن و باعث شلاق دادن و باعث کفتن است معلم. مگر انا همون معلمی که امروز برای گزارش یا برای یک سخنرانی یک معلم آموزگاران مردمی زیایی، مردمی که از نگاه عقل و از نگاه آموزگار همیشه از نگاه عقل بالاتر است. چون که میبینم چون شوکت سخن میراند، چون معلم سخن میراند، نسبت به شوکت معلمه که از بس که سابقه کاری دارن یک چند مراتب بالاتر است، چون که نطق دیگر است. این یک طرفه. اگر که همین مسئله اگر که امروز میگویند که معلم ها تمام انتخابات این میکردن اون میکردن، این اگر که نظر افکنه وابسته به نظر سنجی گفتن نظر افکنه، اگر که امروز شوکت محمدی چون به تاجیکستان آمدن و به سر قدرت آمدن، این غرض شخصی خودشان را نسبت تمام آموزگاران تاجیکستان روا میکردن و بعدا نسبت به این حالت قصد خودشان میگرفتن. از نظر سنجی که شما میگین من نظر رو دورید در همین جا خواهش میکنم. همین پروپاگاندا رو وابسته به مسئله که رو دورید خواهش میکنم. جاوید مردکچه صحبت کنید، گوش کنید. وقتی که معلم رو گفتیم که فالسیفیکات میکند، من با یگان معلم غرضی ندارم. معلمی هم کردگی هستم، با چند نفر حق استادی هم دارم. لیکن برادر عزیز خواهش میکنم نظر فریبی رو بس کنید. وقتی که گفتیم واقعیت حال معلم با فالسیفیکات دست زده است در انتخابات ها، این واقعیت حال است، این رد نشونده است و باید در آینده این کار کردن نشود. من چی میگویم برای معلم؟ باید معلم از همه این سیاست های افلاس آزاد کرده شود. معلم را مجبور میکنند انتخابات را تقلب کند، معلم را مجبور میکنند بر ضد یک نفری فعال جامعه حرف سیاه گوید، حرف بد گوید و رئیسش را رفته مجبور میکنند میگویند که تو زیر دستانت رو جمع کن، فلانچی رو بد گوید. حالا که فلانچی در نزد مردم محبوبیت دارد. شما ببینید معلم رفت زیر دستانش رو جمع کرد و یک نفری که در نزد مردم محبوبیت دارد اون رو سیاه کرد. اون نفرانی که به او محبوبیت دارند، او خدمت مردمش رو کرده است، در خدمت مردمش بوده است، اونها پدر و مادران طلبه های همین معلم هستند. حیثیت معلم
مهر محبت معلم، احترام معلم را در نزد پدر و مادران طلبه هایش زیر و زبر میکنند. همین سیاست بازان، همین رژیم با همین کارهای افلاسش آبروی حرمت و احترام مردم را پایین میکند. باید به این نظر کرده شود. نظر فریبی را بس کنید، از واقعیت گپ زنید، ما شما را قبول کنیم بدون نظر فریبی. با دست معلم انتخابات تقلب کرده می شود. با دست معلم شخصانی فرهیخته، شخصانی که در نزد مردم آبروی حرمت و احترام دارند سیاه کرده می شوند. یک نفر مخالف سیاسی را اگر حکومت سیاه کرده نشود به مکتب می رود، دیرکتور مکتب را جغ میزند، معلم ها را جغ میزند، این را سیاه کردن در کار، این کار را بس کردن در کار. شما بجای اون که به ما نصیحت کنید به همین سیاست بازان افلاسکار برخیزید نصیحت کنید که آبروی معلم را ریزاندن را در نزد پدر و مادران شاگردانشان بس کنید. با دست معلم تقلب کردن و در سر قدرت ماندن را بس کنید، با خیرانبازی ماندن را بس کنید. شما این طلب را کنید برادر عزیز. بیایید خالصانه، دلصافانه برای ملت دلسوزانه صحبت کنیم. با سفید کردن این سیاهکاران هیچ وقت ما پیش نمی رویم. با سفید گفتن دیگ سیاه ما پیش رفته نمی توانیم برادر عزیز. یا که با سیاه کردن نفرانی که در نزد مردم محبوبیت دارند، این نشانه ترقیات نیست. مرحمت سرشتید، فقط خواهش میکنم برادر جاوید بیایید بدون غرض بدون نظر فریبی گپ زنیم. خب تشکر زیاد. اگر که امروز انا همون معلم هایی که شما گفته سودید و امروز آن معلم هایی که انتخابات را تقلب کردن انا همون معلم ها استادان شما می باشن که امروز چنان شما تربیت کردن که نطق شما مثلا در شبکه‌های اینترنتی بلند است. این فعالیتی استادان می باشد. این یکم مسئله. دیگر طرف این مسئله وابسته به فعالیت به سیستم سیاست وارد نمودن آموزگار میگوید، چون که آموزگار شخصی زیایی است و نسبت به شخصان میبینه که امروز نسبت به همین انتخابات یا به نسبت به روند انتخابات اینقدر مثلا تفکر و اندیشه ندارن، از همین بنابر سبب نبودن همین کادر آموزگارا بیشتر جلب کرده میشه. چون که شخصی که در همون دهه زیایی است و امروز آبرو و مرتبه خاص خود را دارد در دهه، این معلم است. بر همین خاطر امروز معلمای جلب کرده میشن. امروز در سیستم تاجیک، سیستم انتخاباتی، سیستم ماژوریتری از تناسبیت است. امروز تمامی که روند قبول قانونگذاری معین کرده است، طرز انتخابات قانون معین کرده است و در اساس آن قانونگذاری امروز خواه به سیستم ماژوریتری باشد، خواه به سیستم متناسبی قبول کرده شده است. امروز شما از جای نشست تمام آموزگارای تاجیکستان در یک سرخط یعنی سیاه کرده پرت افتید. یعنی گفتید که آموزگارای تاجیکستان این آموزگاره می باشند که به انتخابات تقلب کردن، این کردن، اون کردن. حالا که امروز معلم که می بیند که در تاجیکستان اینقدر گپ و کارا باز نظر فریبی میکنید. شما سیاه کردید نگوید، حکومت سیاه کرده ایستادت مردم رو. درست فهمید مرا. حکومت با وارد کردن معلمان، استادان به کارهای سیاه آبروی حرمت اعتبار معلم را ریزانیده ایستاده است. وقتی که معلم را مجبور میکنی که در انتخابات تقلب کن، اون مردم شهروندان آواز دادگی هستند و میدونن که کیها ارزنده هستند. به شخص ارزنده وقتی که مردم آواز دادگی هست و حکومت رژیم میرود، معلم را مجبور میکند که او تقلب کند، آواز مردم دادگی را دزدد به نفع یک نفری که در سر قدرت است. این کار سیاه است. این توف کردن به آواز مردم، به رأی مردم است. و شما خوب میدونید که همین واقعیت حال است و این واقعیت حال نه از گفتن ما آبروی معلم میریزد. ما واقعیت حال را گفته ایستادیم که بیچاره معلم را بچونی روز آوردگی هستند، بازیچه دست سیاست بازان شدگی است. معلم را از بازیچه کردن
سیاست‌بازان باید نجات بدهند معلم از پی تدریس خودش شود. انا همین مارشیروفکه ها و همین جشن بازی ها و مثلا گریم یک دانشجو را پدر و مادرش پول میدهد، مبلغ صرف میکند، دگوار میدهد که این دانشمند شود. نیم زیاد عمری دانشجو در چی میگذارد؟ در مارشیروفکه، در جشن بازی، در رقاصگی، در کوچه روبی، در شنبگی. معلم رو مسخره کردید. نه من به معلم غرض دارم، نه ابروی معلم رو من ریزونده میخوام، بلکه من میخوام که معلم از این گونه تحقیرهای حکومت نجات یابد. از این گونه تحقیرهای مقامات معلم نجات یابد. استاد است، استادی خودش را کند. وقتی که محمد باقر جنایتکار است، این حکومت ضعیف است، ناتوان است، ناعهده‌برا است، یک جنایتکار را بازداشت کردن نمیتواند و پیشکی میخواهد که اول رود زیایی ها را مجبور بکند که این آدمی بد است، گویند گروه متشکل جنایی است، گویند مرا زد بگویید، این خیل بگویید و خیل بگویید. خودش از اودش نمیبراید. وقتی که گفته گلبدین زیوبیکوف جنایتکار است، چرا جنایتکاری او را سود ثابت نکرد؟ چرا پروکراتور از بالای او پرونده نکشاد، کار نبرد؟ چرا او را زنده بازداشت نکردند؟ چرا از پایش نپراندند؟ چرا از کتفش نپراندند؟ چرا از دستش نپراندند؟ چرا یردار کرده بازداشتش نکردند؟ برای آن که اینها ناعهده برایند، از عهده کار نمیبرایند، برای همین از خشونت کار میگیرند. برادر عزیز، برای همین از خشونت کار میگیرند. مثلا گریم از روی خیرات برای کار کردن قدرت خیراتی ندارند. اینها نفرانی جمع شده هستند که یک کمانده بیخیردان از خیرات کار گرفته حکومتداری کرده نمیتوانند. گپ در سر این است، نارضایتی ما در سر این است. برای همین ما میگیم که خیرات را کار باید فرمود، نه از خشونت کار گرفت. اگر اینها خیرات می‌داشتند تنگ و توپ و تفنگ به بدخشان نمی‌بردند، میرفتند با خیرات با مردم کار میکردند، گفت و شنید میکردند. وقتی که گفت و شنید کار نداد، این نشانگری آن است که در حکومت کسی نیست که با مردم با راه مصالحت آمیز کار کرده تواند. این نشانگری همین است. نشانگری آن است که در این حکومت کسانی وجود ندارند که در مقامات با خیرات کار کنند. اینها فقط از دستشان زوری نشان دادن می‌باید. زوری نشان دادن از دست کیو می‌باید؟ از دست همان ناتوانان ضعیفی که نمی‌توانند از خیرات کار گیرند. برادر، خواهش میکنم نظر فریبی رو بس کنید. خواهش میکنم نظر فریبی رو بس کنید و از واقعیت گپ زنید. خب مرحمت، صدای من چرا عکس صدا میدهد؟ محترم شوکت محمدی، شما گفتید که 4 مرتبه من در همین سیستم انتخابات اشتراک کردم. خب 4 روندی که در انتخابات شما اشتراک کردید، خب در یکمش انا دیدید که شما همچون آموزگار، نمیدونم شما اون وقت چی بودید، همچون آموزگار به همه تقلب کاری راه دادید. بس برای چی دومیم مرتبه با تکرار کردید؟ پس برای چی سیوم مرتبه تکرار کردید؟ شما اینقدر به وجدان بودید، پس چرا به 4مین مرتبه با شما تکرار کردید؟ این حادثه چی میگه؟ انا وابسته به حادثه مشروف که میگه، به حادثه مگر عیب است میگه آموزگار به این سیاست دخالت کردن؟ من میگم که همین ترسنن. شما سوال دادید به مسئله دیگر نگذارید. سوال دیدید، سوال به جواب گیرید، بعد مسئله دیگر رو میگذارید ان شاء الله. برادر عزیز، انتخابات در یک جامعه دموکراتی تقدیر ملت رو حل میکند. انتخابات در جامعه دموکراتی تقدیر ملت رو حل میکند. هر سری وقت اند همین امام علی رحمان در انتخابات هم میبراید انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتی وعده میکند. انتخابات شفاف و دموکراتی وعده میکند و ملت را باور میکنند که ملت میتواند توسط این انتخابات تقدیر آینده خودش را حل کند. فریب میخورد، میرود انتخابات، باز تقلب میشود. ولی راهی اساسی با راه مصالحت آمیز
بدون خشونت دیگر کردن قدرت در جامعه دموکراتی همین انتخابات است. اگر مردمی که میخواهند ذره برای پیشرفت ملت، برای دیگرگونی آوردن، برای اصلاحات آوردن بدون خشونت کار کنند، از همین انتخابات استفاده میکنند. یک راه و راه دیگر این است که برادر عزیز، در وقت انتخابات، وقتی که دیبات ها می شود، یک آزادی نسبی به میان می آید. در معرکه های انتخاباتی در واخوری ها هرچند با عذاب می شود، مردم، احزاب سیاسی گفتنی های خود را یک بار گفته می گیرند به مردم و پیشگاه مردم یک بار برآمده گپ می زنند. این یک برای مردم فرصت است، برای احزاب سیاسی یک فرصت است که از خود درک دهد، از بودن خود درک دهد و یک یعنی یک مبارزه سیاسی را به نمایش گذارد. وقتی که در کشور انتخابات بدون مبارزه سیاسی میگذرد و در آن نامزد الکی پیش از انتخابات گذشتن معلوم است که کی در اونجا پرزیدنت می شود، کی عضو پارلمان می شود، این جامعه دموکراتی نیست برادر عزیز. این جامعه اگر شما دانید که در همین انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان غلبه میکند، این دروغ است. امام علی رحمان اگر در تاجیکستان انتخابات شفاف، آزاد و دموکراتی گذرد، امام علی رحمان در برابر یک دانشجو بای میتید. در برابر یک دانشجو بای میتید. اگر چونکه کله رو از ورق برداشت گپ زده نمیتوند امام علی رحمان. دیبات ها شود در تلویزیون بر سوی مردم، بر امام علی رحمان برایت گپ زند، دیبات ها تشکیل کنند با نامزد. در شما در عمرتون دیدید که در انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان با یگان نامزد دیبات کرده است؟ نه، دیبات اون طرف است، با روزنامه‌نگار روبرو نمیشود، میترسد. نشست مطبوعاتی یکم بار نشست مطبوعاتی امام علی رحمان دایر کرده است. نشست مطبوعاتی شما تصور کنید، اوی همین شخص دیبات کرده میتواند با یگان نامزد سیاسی، با یگان نامزد پرزیدنتی؟ نه، نامزدهای پارلمانی از حزب خلق دموکراتی هم همین طور هستند، همشون بزدل هستند. سال 2015 وقتی که انتخابات پارلمانی بود، وقتی که نامزد پیشنهاد شد، رئیس کمیسی حوزه انتخاباتی ما رو به واخوری با مردم دعوت کرد، گفت که در اونجا هم نماینده حزب خلق دموکراتی، نامزد حزب خلق دموکراتی برآمد میکند و هم شما برآمد میکنید. این وظیفه ما است که ما این را تشکیل کنیم. در اونجا حکومتدارها رفتن، ما رو نموندن، ترسیدن که نواد ما از آنها یک سر و گردن بالا گپ زدیم، آنها دور کرده مانند. مردم سیری آنها را میفهمد که بی‌سواد بودند، مردم را فریب کرده گشتند. یک بار انتخابات آزاد، شفاف، دموکراتی در تاجیکستان گذرد، اصلاحات به میان میباید، کشور پیش میرود. برای همین با امید این که انتخابات آزاد، شفاف گذرد، یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، چهار بار نه، 10 بار لازم باشد ما میرویم. فقط بودن و در انتخابات آزادانه اشتراک کردن ها تامین کرده شود، باز هم میرویم. و حالا به این خلاصه آمده ایم که دیگر این حکومت نمیتواند انتخابات شفاف و دموکراتی برگزار کند، انتخابات واقعا با راهی تامین کردن آزادی های مردم تامین کند. ما به این خلاصه آمده رسیدگیم. لیکن اینجا به یک چیز اشاره میکنم، همین ایراد یا ملاحظه شما که گفتید یک بار فریب کردن، 2 بار فریب کردن، نخود 3 بار 4 بار فریب کردن، گرفتن رفتن گرفتگی باشه، برادر عزیز من به این ملاحظه شما موافق هستم. به این ملاحظه شما موافق هستم که اینقدر مردم را اینها تا به این حد بازیچه کردگی هستند و ما هم تا این حد به گفت شما بازیچه شدگی بودیم.
аммо мин баъд дониста бошанд ки ба ин бозичакунии мардум дигар роҳ дода намешавад. Мардум дигар бедор шуд. саломат бошед. خب جاوید اگر می‌خواید باشد من اینجا از معلم عزیز خواهش میکنم که دیگر التماس همین وقتی دادر شفقت التماس کرده ایستادن به هر حال حقوق نفر هم شکسته نباشد. مرحمت. جاوید گپ میزند. جاوید مرحمت. معلم التماس خواهش میکنم که این برنامه مرا خاموش نکنید. وابسته به مسئله اصحاب سیاسی برآمد یا اینکه بخوری دیگر ما همین رو میگم که همین بخوری همین بحث شما کنید. امام علی رحمان امروز کار میکند. این یک طرف مسئله. دیگر و طرف مسئله 16 فوریه سال 2013 وقتی که بخوری با همین ساکنان ناحیه 8 برگزار شد، همین حالتی که بحثی که من واقعا در همون تالار نشسته بودم، یکی از شخصان کبیری اومد گفت که زنها میتوانید شما از قطار اول خیزید به قطار آخر گذارید یا اینکه از تالار خالی کنید. مگر این پایمال کنی حقوق و آزادی های زنها نبود که پیش از آنی که آن بحث آغاز میشد زن هم حقوق دارد. من شما وابسته به معیارهای حقوق گپ میزنید. همون ما یکی از حالتهای دیدیم که بحث، لیکن این آدم بگذار شما واخوری کنن، این شفقت محمدی، این اقبال دیگر شخصان روان واخوری کنن، روان صحبت کنن، روان بحث کنن، روان شبکه اینترنتی ملاقات کنن، دیگه برنامه آنلاینی تشکیل کنن. لیکن امام علی رحمان کار کرده است. امروز جامعه دموکراتی تاجیکستان کنستیتوسیون مقرر کرده است که جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیوی است و یگانه است. اگر که وابسته به هر یک حال همین کلمه ها تحلیل کنیم، ما به هر یک کلمه هاشو اثبات آورده میتونیم که امروز واقعا دولت حقوق بنیاد است، واقعا دولت دموکراتی است، واقعا دولت یگانه است، واقعا دولت دنیوی است. معلم عزیز امروز این شفقت محمدی یک حالت دیدن این آدم، اگر که من از یک چی میگم مادری عزیز پسون از سخن با شما میگیره، اگر که شفقت محمدی در 4 حالت امروز به همین کار دست زدگی باشه، نگر این آدم خودشون این آدم یک جنایتکار بوده. پس چرا برآمده امروز به یگان مقامات دولتی نرفتن و گفتن که همین حادثه شده است، بعد گریختن رفتن در دیگه دولت‌های دنیا و میگن که من این خیل شدم اون خیل شدم 4 مرتبه این خیل کردم اون خیل کردم. نه معلم عزیز، اگر شخصی که امروز شما باور دارید که خاموش نکنید، التماس بگذار مانند من طلب میکنم بگذار مانند. جاوید گوش کنید، بشنوید مرا. گوش میکنم شما را. باور دارید که در تاجیکستان گفتن حقیقت، آشکارا گفتن یگان خطر بر جان انسانی ندارد؟ شما باور میکنید؟ علیه مقابل جنایت حرف زدن. من سرقانون تاجیکستان را توسط رادیو میخوندم. بحث کنید، بحث بودگیست گفتن. سرقانون تاجیکستان تلایه است. در قطار سرقانون‌های تمام دنیا 235 دولت و باور میکنم جایش شوم است. من در سرقانون میخوندم مؤسسه‌های تعلیمی رایگانند، تندرستی رایگانند، آزادی سخن برای همه کفالت داده میشوند، یا اینکه اگر گوییم فروش زمین‌های آبی قطعاً مانع است، موافق قانون بر جوابگری کشیده میشود، ممکن نبود. میفهمید؟ آزادی بیان در تاجیکستان می بود. شما میگویید که رحمانوف کار کرده ایستاده است، شما گپ زنید. خب میرزیویف کار نکرده ایستاده است مگر؟ همان زمانی که همگان در خانه کرانتین نشسته بودند ویدیو کنفرانس کرده ایستاده بود با روزنامه نگاران، با رئیسان ولایت علاهیده، با روزنامه نگاران علاهیده، با دیگر صاحبان دیگر. امام علی رحمان هم بالینسه گشته بود. معلم عزیز شما تو استید کنید در اینجا امام علی رحمان برآمد نمیکند، یگان بار نبود. التماس خاموش نکنید، برنامه از آن من است، وای باید گپ کند. خب امام علی رحمان رفت به بیمارستان ها، همه اطراف و از بیماری ها خبر گرفت، در همون ویش نقابش بود، در آمد همش خبر گرفت، برآمد. این مسئله با معلومه. من با رئیس جمهور گفتم نشوم، بیایید شاید وای در حقیقت به هر خدا داده است و من دیده نتوانستم، شما دیدید
آفرینتون. بیایید یک چیز میگم. خب در داخل تاجیکستان بودم، من مقابل جنایت حرف زدم، گفتن مقابل سیاست نبرو. شما گفتید که از صف اول زنها رو گفتن خفا گذاشته شینید. من آرزو داشتم که در آخرین صف همون تالار حکومت، در آخرینش پشتی همه نشسته و راست سیستم هم مایلش عرض دادم گویم گذرم باید آبیاری کرده شود. 20 سال تشنه آب بود مردم، راه نداشت، برق نداشت. نه، ما یک رویمالک عادی داشتم در سر و زیر رویمال من نمیدونم بمب بود می گرانات بود می چی بود، لباس ملی بود رویمال من، عادی ترین رویمالک خوردکک بود. لیکن ممکن نبود در کجای سرقانون گفته شده است که بر لباس زنها دخالت کرده شود. مین یوبکه میپوشند، من چیزی نمیگویم کو، وای هم ملی نبود کو. بیبی من، بیبی کلانی من رویمال داشت، من از آن همونو رو پوشیده برآمدم. خب یک چیز دیگر، گپ در سر معلم اگر رود، من معلم زادم، اولاد و اقربا اجدادانم همه معلم بودن، از بابایم سرکره بابا کلانم معلم بودن. اکنون گوش کنید، طالبانی که ما امروز تروریست میدونیم، گنده میدونیم، مبلغ جدا کردند از همون دولت قشاق بی پولی که مبلغش رو امریکا نمیدهد، از همون از شکمشون زده مبلغ جدا کردن، گفتن معلمان برگردن بر وطن درس گویند، چون که فهمیدند که پای ستون کشور معلم میگذارد. در نشست مطبوعاتی وزیر معارف میگوید که رفتن معلم باقی نیست، یعنی یگان نگرانی ندارد. آخر از وطن رفتن معلم این بدترین بدبختی است. اکنون گوش کنید، یک خودی شاید معلم اول فکری وزیر باشد، من که شما به میگم که امروز در جمهوری تاجیکستان دانشگاه‌های هستند که کادرها آماده کرده ایستادند. معلم جان چندین سخن‌ها کردین، من ایستادم، از شما احتراماً خواهش میکنم که یک دقیقه معلم جان. خب معلم جان امروز در جمهوری تاجیکستان دانشگاه‌های عالی هستند، کالج هستند که برای آمادن کادرها تمام شرایط‌ها فراهم آورده ایستادند و شما باشد نیز از طریق تلویزیون ها و از شبکه‌های اینترنتی باشد این چیزا شما علاقه پیگیری کرده هستید و اینچنین شما این چیزها دیدگی هستید. من چی میگم معلم عزیز، شما وقتی که وابسته میگوید که در جمهوری تاجیکستان این است آن است، شما مثلا دچار حالتی در بیمارستان شدید یا در مکاتب‌های عالی شدید یا در مکتب‌ها شدید. امروز در جمهوری تاجیکستان مقامات‌های تشکیل کرده شدند که انا مقصدی روانه کرده شدند که برای نیست کردن همین گونه جنایت‌هایی که مثلا از قبیل کروپسیا روانه کرده شده است. امروز مقامات علایده، مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی مبارزه بر ضد کروپسیا تشکیل شده است. مقصد هدف چیست؟ هدف نیست کردن کروپسیا، خودشون کروپسیونر است، نیست کردن. برای چی شما مراجعه نکردید؟ امروز در بیمارستان میرین میگوید که مثلا همه حادثه شده است، انا چی با مردم باید که تفکر اندیشه حقوقی مردم آیسته آیسته بالا شده ایستاده است و امروز ما میگویم که معلم انا همین چیز آیسته آیسته ریشه کن میشود. این یک بار در تمام یگانه دولتی که انا همین چیز پا برداشته است انا ترقی کرده است، لیکن در تمام دیگه دولت ها این کروپسیا تاریخا هزار ساله میلیون ساله ها تاریخ دارد. این وابسته به مسئله کروپسیا گوییم و کروپسیا هم یک بار از جامعه برداشتن. این من تا تفکر و اندیشه مردم بالا نرود، تا تفکر و اندیشه مردم اوید همین مسئله روانه ساخته بالا نشود، این چیز برداشت نشود، چون که کروپسیا دادن پاره همین خود کروپسیا است و از طرف دیگر شخص هم گرفتن این کروپسیا است و امروز انا همین چیز پیش از آنی که دادن جامعه تا به آن درجه که شما فکر میکنید و قبلا در تاجیکستان بودید علاقه پیشتر رفته است. معلم جان التماس شما امروز یک فکری وزیر میگیرید اینقدر میگوید گم میزنید، لیکن از یک لحاظ وزیر درست گفته است، از یک لحاظی که مثلا همچون خودشناسی مثلا کمتر شاید نادرست گفته باشد، لیکن اون فکری شخصی و لیکن جامعه تاجیکستان امروز تمام آموزگارای میپذیرد. التماس معلم جان عزیز یک فکری شخص میگیرید اینقدر گم میزنید اوخه یک ویم علامه نیست ویم ولی الله نیست که تمام سخنهای امروز دانسته یا یک گپ دیگه زند. حاضر درست میگوید که یک وزیر همین خیلی گزده شخصی که امروز نماینده دولتی نام خبیری مثلا میگیریم اوید مسئله باشه دیگر وابسته به یک فکر اشخاصی فکری شخص باشد. امروز من خبیری میگیریم نسبت یک زن چقدر در شبکه اینترنتی سخنها گفته است، چقدر گپ و حرفا زده است، این مگر همه این حادثه چی میگوید؟
این فکر یک شخص است. کبیری هم رفته است، یک شخص هم دیگه حادثه صادر کرده است، نام و ننگ زن تاجیک پس کرده است و امروز در شبکه‌های اینترنت پخش شده است. این حادثه مگر ننگاور نیست؟ حال سخن یک وزیری که عادی که کوچک است شما امروز مثال میبرید لیکن وابسته به اون سخنای او زن کجا رفتی است؟ حتی با التماس میگه دیگه گپ کورو میزنه، لیکن کبیری برباد کرد و زن حیاتش. شاید و اویله دار بود و کبیری با وعده‌های بر دروغش اینقدر بدنام کرد، از شوهرش جدا کرد، یک اویله پراکنده کرد. شاید و طفل داشته باشد. معلومه جان عزیز، جاوید خلوتخانه کبیری را رقم نزنید، ورق نزنید. من نمیخوام دخالت کنم بر خلوت نفره. اگر از آن شما را هم ماننده که در تاجیکستان راست نوار به میگیرند، همان تا ملاهای کجاهاشونه به نوار گیرند، شاید شرم‌آورتر باشد. من جانب کبیری را هم نمیگیرم، جانب دیگرها را هم نمیگیرم و موضوع دخل ندارد. خب درباره تاجیکستان دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی صاحب استقلال گفتید. همه که یک مثال عادی میبیارم. از زبان روسی امتحان میسپاریدم در روسیه برای گرفتن همان سرتیفیکات. سوال یکمشان درباره وطن یگان چیز گوی گفتند. من گفتم من از کشور آفتابه تاجیکستانم که دولت دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد صاحب استقلال و یگانه است و رئیس جمهوری آن از سال 1992 همان نفر 91 92 فوراً باز داشت ثبت را و گفت التماس گفتار روسیت خیلی زیبا، به ملال حرف دلت را میگوی، من نمیخواهم که برای تو سرتیفیکات نداده ماند. التماس همین جمله را نگو. دموکراتی دنیوی حقوق بنیاد صاحب استقلال نگو، چون که از سال 90 چند تا این جانب بودن یک نفر رئیس جمهور نه از دموکراتی بودنش درک میدهد نه از صاحب استقلال بودنش درک میدهد. همین کفایه است، دیگر چیزی نمیگویم. خب همان وقت خب بیایید در آخر برنامه میگیرم، نباشد درباره معلم حرف زدیم. مرحمت اگر گفتنی حرف دیگر باشد. حالا من همینجا به چند چیز میخوام اشاره کنم. برادر درباره کروپسیا گپ زده شده و درباره نهاد کروپسیونی که یعنی نهاد ضد کروپسیونی صحبت کرده شدن. ببینید در تاجیکستان سه شاخه حکومت است، همچون یک کشور دموکراتی، حکومت اجراییه، حکومت قانونبرار و حکومت سودی. میبایست همین کمیته ضد کروپسیونی مبارزه با کروپسیا میبایست جدا از حکومت اجراییه زیر رهبری یا حکومت سودی یا حکومت پارلمانی، حکومت قانونبرار عمل میکرد، فعالیت میکرد و از بالای خاراکتر و کارهای فعالیت‌های کروپسیونی حکومت اجراییه نظارت می‌کرد. اگه شما ببینید در تاجیکستان حکومت نهاد مبارزه با کروپسیا در خود بدنه حکومت اجراییه است. خودش هم کروپسیا میکند هم خودش رو جزا میدهد؟ نه، حکومت اجراییه هم خودش کروپسیا میکند هم خودش رو جزا میدهد؟ نه، کدوم با در همین حالت با کدوم معلمی بیچاره کروپسیا کرده دست میافتد یا کدوم دکتری بیچاره. خبرها رو خونید، اکثریت حالت یا معلمی بیچاره یا دکتری بیچاره کروپسیا کردگی هست یا استاد دانشگاه کروپسیا کردگی هست یا ماکسیموم زمین فروش کروپسیا کردگی هست. دیگه منصبدار با کروپسیا به دست خیلی کم شمار به دست میفروید. همون شخصانی که دولی ندادن اونها به دست میفروید، از دولی بسیار بلند طلب میکنن. او بیچاره میگه که او انصاف کنید من اینقدر پول ندارم، میگه که خرج شد تمام رفتی جویت اکو پشت پنجره زندان. مثل بهرام عنایت است، سابق رئیس کلوب، سابق رئیس شهر استرافشان، میرود پشت پنجره زندان میشود و در سود در هنگام سود میگه که در تاجیکستان عدالت سودی نیست. گپای بهرام عنایت فرو شنید؟ انا میخیل میشود. برای همین برادر عزیز مغزی این حکومت اشتباه است. با این اشتباه ها پیش رفتن نمیشود برادر عزیز. شما برای این اشتباه ها را دیدن
یک بار خواهش میکنم از این زنبیری وات شدن بیریم برای از این پروپاگاندا های حکومت یک بار بیرون برای یک بار با نظری ابجکتیوی به این عملکردهای حکومت نگاه کنید. یک بار با نظری ابجکتیوی به این عملکردهای حکومت نظر کنید برادر عزیز. ببینید ما چی میخواهیم؟ خواسته ما این است که در تاجیکستان برابر حقوقی، آبروی، حرمت، احترام معلم، دکتر، عموما کارگر تامین کرده شود. یک نفر آزادانه کار خودش رو، صاحب کارش رو، تجارتش رو کند. یک نفر دیگر هر چی از روی کسبش، کارش، جای کاری باید بکند. نیابد به خارج رود، تجربه کار کند، با گشته بیاید با تجربه بایش همون تجربه بایش رو در تاجیکستان استفاده کند. حالا ببینید شما در یک سال چقدر صاحب کاران ترک کار کرده ایستادن، یعنی ترک بیزنس شده ایستاده است. بازارها نیمش خالی. شما یک بار به بازارها بروید، شما یک بار به دهات بروید، یک بار به کوچه های دهات دو زنید، درها 50-60% درهای مردم قلف زدگی است. این مردم کجا شده ایستادن؟ این مصیبت نیست مگر؟ خیلی مصیبتی بزرگ است. چرا ما همه این رو امام علی کار کرده ایستاده است؟ امام علی کار کرده ایستاده. برادر، امام علی ریسورس کوریاش تمام شدگی است. شما ببینید، شما فرض کردین در اویل بابا دارید، بابا در اویل بابا دارید. شما بجای اون که بابایتون رو یک چیز پول کار میکنید، یک چیز میکنید، گوشت گیرید، قند گیرید، کورس گیرید، برید خبرش بگیرید، یکم فرزندانتون رو در پهلویش بمونید، اون نگاهی بکنید. شما بابایتون رو دستاویز کرده ایستادید که تو تونیم در همینجا میستی، نه تونیم در همینجا میستی. نه برادر عزیز، این خیلی نمیشود. او بابای تمام ادا و ریسورس کوریاش تمام شدگی است. او فقط حرسی، محبتی، دزدی، خورت او را در اونجا داشته ایستاده است و میترسد که همون روز از قدرت رفت، همون روز از قدرت با راه دموکراتی، با راه انتخابات از قدرت رفت، همون روز استعفا داد، جایش پشت پنجره زندان میشود. من اینجا خواهش میکنم، حالا نزدیک به 2.5 ساعت است که صحبت رفته ایستاده بوده است. خواهش میکنم ما فقط با خود وقت همگان رو نگیریم، دیگران پیوست کرده شوند، دیگران هم حرفای خودشون رو بگویند. و اینجا من خواهش میکنم هم من رو پایین کنید، هم این دوست گرامیمون هموطنی عزیزمون جاوید رو پایین کنید و به دیگران فرصت تا دیگران نیز صحبت داشته باشند. خواهش. واقعا دیدید ما فکر همگان احترام میگذاریم، بگذار فکرشان رو بیان کنند، خواه مقابل ما خواه جانبدار ما باشند. مرحمت، نوبتی کی بود؟ تاجیکستان. و علیکم السلام. یوتیوب خود را خاموش کنید، عکس صدا داده ایستاده است. 02. سلام علیکم. و علیکم سلام. فرجان نوگسته، درست؟ سلامتون خوب؟ بسیار تشکر، خوش آمدید به برنامه و بفرمایید دایر موضوع اگر حرف زنید خیلی خوب می بود. این برادر جاوید گفتن رحمانوف امروز کار کرده ایستاده است. رحمانوف طول این 6 سال چی کار کرده است ما هیچ ندیدیم. ما تا 2005 2010 من هممرز با قرقیزستان زندگی میکنم. قرقیزها خیلی دور از ما بودن. حتی آن زمین هایی که 100% تعلق به تاجیکستان دارد امروز آنها ضبط کرده ایستادن. امروز آمدن پشت خانه ما رو اومدن که خانه که ساختگی باید که 4 اطراف دیوال نکن گفته ایستادن که این زمین ما است. این کار امام علی رحمانوف است. آنها امروز آمدن قریب 1 ساعت برنامه مردم رو میگیرن. به این خیلی شخصان قدر به شما معلم جان اصلا خواهش میکنیم که با اونها بسیار وقت ندید، چون که در اینجا ما هم انتظار هستیم. در اینجا وقتی ما هم میگیرن اینها باید که به همه با یک وقتی معین باید که وقت داده شود. بله واقعا درست است. رحمانوف آن کارهایی که رحمانوف کرد امروز
زیاده از 3 میلیون شهروندان تاجیکستان را غریب کرده است، در بدر کرده است. ساعت در مسکو 21 و 24 ما تا حالا 10-15 نفر در کوچه کار کرده استادیم. این کار رحمانوف است. در خانه ما در تاجیکستان پدر، مادر، زن و فرزند در زیر ظلم قرغیزها قرار دارند. یک پریشانی ما به منزل پدر مادر ما هست. من این نتیجه کار 30 ساله رحمانوف است. آن کس میگه رحمانوف کار کرده استاد است. رحمانوف کار کرده نه است. رحمانوف امروز ملت رو فروخته استاد است. نه تنها ملت، بلکه زمین های ما رو فروخته استاد است. گفتن در خبرها که این همه قشرهای زمین تاجیکستان را به قرقیزستان اجاره دادن. باور میکنید به همین؟ نه البته. چرا اجاره دادن؟ ما امروز در 5 ساتق 5 برادر قطع زن و فرزند در یک خانه که 5 ساتق است 24 نفر زندگی داریم. در همسایگی ما قرقیز یک موی سفید با کمپیر یک نبیره هش زیاده از 25 ساتق زمین تاجیکستان را غصب کرده استاده است. انا این ثابت کرده اثبات دلیل روشن. بیان اگر آن کسانی که باور نکنند بیان به خواجه اعلی، به وروخ، به چارکو، به دهه سرخ بیایند ببینند که قرقیز آن زمینه که زخمت کرده از زمین تاجیک را در چند ساتق چند کس زندگی دارد. تاجیکی مظلومه که در وطن خودش در چند ساتق چند نفر زندگی دارد. بیان ببینند خلاصه کنند. این رزولتت کار رحمانوف است. کار 30 سالش. تا 2005 قرقیزها نزدیکی مانده نبودند. ما خورترک بودیم در کجاها رفته بازی میکردیم یک قرقیز را نمیدیدیم. امروز از در کوچه ما بریم قرقیز автомат بر سر ما دراز میکنن. این رزولتت کار 30 ساله رحمانوف اینها است. با از او من نمیدونم چی تراشی دست دادن. میفهمم شما را. خب متاسفانه حالت چنین است. با اجاره دادن زمین تاجیکستان به قرقیزها هم خیلی عجیب است. خیلی عجیب است. بله این بله در 5 ساتق 24 نفر تاجیک زندگی دارد. اما در همسایگی ما یک قرقیز، یک کمپیر با یک چال، یک نبیرش من نمیدونم از کجا آوردن زیاده از 20 ساتق زمین دارد. آن زمین ها تا 2005 در اینجا یگان قرقیز دیده نمیشد. این زمین 100% زمین تاجیکستان است. امروز یگان حکومتداران ما یگان سخن به زبان نمیگیرن که چرا قرقیز در اینجا. همه خواب خاموش. وقتی که خلق پروتب قرقیز ها میخیزد خلق را مجبور بکنه خاموش شوید. شما فتنگر هستید، شما دستی سیوم گروه هستید. اما امروز دیدی استادیم که آب ما را گرفته استادن، زمین ها ما را گرفته استادن. من اگر خدای نخواسته 2 سال دیگه رزولتت همه خیر شده برات شاید همون راه ما هم بگیرن. خواجه اعلی باروخ را در انکلاف کردن. امروز تا حال بطاله نمیگیرن. در خریدها انکلاف نشان داد استادن خودشون. خواجه اعلی هم در انکلاف میموند. آنجا دهه سامانیون است. آنجا هم در انکلاف میموند. خدای نخواسته می 275 متری قرقیزها حالا راهی چی گفت استادن بحثی. اما اونجا 100% راه تاجیکستان است. امروز این وزیر کبیره ما همشون در دهان آب گرفتگی خاموش. بله اکنون اگر در قید برنامه باشند گپ زنند، اگر اثبات دارند جواب دارند به این جابی را میشه باید پیوسته باید پیوست نکنید. آنها فقط همین آنها که بودند ملائکه هستند. این خلق 3 میلیون 4 میلیون خلق گناهگار است. آن کسی که اینها طرفدار دولت طرفدار ملت نیستند، اینها طرفدار یک شخص، اینها امروز وطن پرست نیستند، اینها شخص پرست شده استادن. آدم پرست. بله این معلمه جان از شما احترامان خواهش داره که به این چنین شخص ها وقت ما را هم نگیرید. ما انتظار شده میستیم که برنامه های مردمی سر می شود، 1 نفر 2 نفر
همین جاوید مانند میبرن با همین برنامه مردمی هم باش همچون شبکه اول سفینه یا اینکه یک شبکه حکومتی تبدیل داده ایستادن. بله شما رو 100% فهمیدم. خب به اینها مرحمت، اگر کسی که اینها سخن اگر ما ناحق باشیم برایند به سفینه روند خواهند کروگ سود که گپ زدن کار ندارن به شبکه اول روند مرحمت به اینجا داخل نشن. اینجا شبکه مردمی است نه شبکه حکومتی. درست است، این گپ هم 100% واقعا درست است. ما شبکه مردمی هستیم، مردم آنچه میخواهد همان را بگوید. شما هم جزی مردم هستید، نفرانی که حکومتی ها را پرستش میکنید. اما حکومت وطن نیست، وطن تاجیکستان البته است. آنها امروز وطن آنها شخص پرست شده هستند، نه ملت دوست. با آنها فرق ندارد. من نمیدونم که خیر مرگ حق است. امروز یا پگر رحمانوف میمورد، آنها در خیالشان به فکر من نیست که تاجیکستان بی رحمانوف را آنها تصور کردن نمیتوانند به فکرم. آنها میکنند رحمانوف مرد تمام تاجیکستان مرد، تاجیکستان نیست میشود. آنها به این فکر نظر هستند. بدل یک بیت دارد میگوید پیر عقل از ما به درد نان مقدم رفته است. پشت این همه نان میایستد، از همین حساب نان میخورند، یعنی کارشون خیلی است. کارشون همین است. بسیار تشکر. درست خب پناه به الله، خداوند یار ما دگدار شما باشه. خب و نفر دیگر را میپیوندیم. مرحمت، جانبدار هستند یا مقابل بنده الله؟ هر چی میخواهد. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام دادر، خوش آمدید. اپای عزیز سلامت باشه، خوشا به حالتون در این راه مبارزه. خداوند نگهبانتون باشه، همیشه در پناه الله باشید. و من یک چیز گفتنی قید کردنی هستم. همون حوزه طرفداری از حکومت کردن با کدام نام بودن همون کس؟ با جاوید نام داشتن. بله. این یک چاپلوسی وی است که فقط در برنامه ها اوجه در یکم برنامه وی ره نمیتین. مقصد نه محمد اقبال، نه حسین اشورف، نه اکای شوکت. این خیام الدین گفتنی یک شخص است. این فقط رنگ همون زنهای برهگرد خودش فقط نامش علیش کرده برآمد میکند. این همون خیام الدین است. دادر ممکن نیست که تأخیر کنید. میبخشید اپاجان باید برآمد. فکرهای گوناگون هم در برنامه قبول می شود. نه اپاجان، اگر فکری که به فایده مردم باشد، به فایده چی باشد، گپتان درست. نه که وای فقط بر فایده یک شخصیت این فکری عمومی شده نمیتواند. این میگوید که من رحمانوف این کرد. رحمانوف در طور 30 سال معارفی که در دوره سیوز از ما بود، من خودم در دوره سیوز تحصیل کردگیم، همون معارف آورده به جای رساند که امروز دیگر قدر و قیمت در بین معلم ها نماند. پروگرام هایی که درس میتین اونها و پروگرام ها را اگر به این روسیت وای کنی تماما از زمین تا آسمان فرق میکند. بله درست است. دیدم برای چی میگه که معلم هیچ که زدگی نیست. این معلم یعنی تربیت کننده هیچ محل هیچ کس به وی دست نمیبردارد. فتنه 100% اونها است. امروز میگوید که از بدخشان گپ میزنید. شما فقط درباره بدخشان برنامه های اما چیکار کنیم؟ بدخشانیا برادرای ما امروز در عذابند. امروز تمامی لشکر کشیده بردن بر بدخشان. ما از بدخشان که گپ نزنیم چیکار کنیم؟ سکوت کنیم که شما بدخشانی ها را سر ببرید؟ برای همین خواهر عزیز، خواهر اپای عزیز، برای همین من میگم که همین آدما را تید وقت نه اینکه 1 ساعت و نیم ساعت. برای آدما بسیار در چی هستن، 90 میستن. بله درست. برای همین مقصد بسیاری وقت نتید و یابا. خب
من یک فکر دارم این گونه ها را باید یک بار مهاجر کرد، مهاجر شوند. یک دو سه نفر همین شاگردان خودم هم بودن، همواره دست پیشی برگرفته گلدسته گرفته شعرهای مداحی میخواندن. از کجا میافتند نمیدونم، وزن و قافیه‌اش هم گم بود، میخواندن فقط تعریف یگان نفر بود. وقتی که مهاجر شدند همگی یگان محک کار کرده، گریه کردند به سر مرده و مادرشان پول فرستادن برگشتند بر تاجیکستان. مهاجرت کار مردان است، آسان نیست اونجا طاقت کرده کار کرده پول فرستادن تا که اینجا هم چاپلوس ها و چخیله میگویند، هم غیر چاپلوس هایی که وجدانشان عذاب میدهد اما به خاطر جان فرزندانشان در امان بودن آرام هستند، اینها باید تناول کنند. مردان از اونجا کار کرده، پدر ملت مهاجر کار کرده پول میفرستند. من پدر ملت رو میدانم. خواهر عزیز، مهاجرت خواهر عزیز، ما در اینجا میبینیم مادرها را، مادرای تاجیکه، باور کن روزایش میشود که آب از دیده فقط به گریه تماشا میکنی در اینترنت ها. چخیل عذاب دهند، چخیل وای دهند. آخر رحمانوف در مدت 30 سال چی کار کرد برای مادرای ما؟ چی کار کرد برای معارف ما؟ کار کرده شد است، کنی ندیدیم ما آخی یکان چیزشه. ما بجای که ما در دوره سیوز ما در آسیای میانه، در آسیای در همین 4 دولتی وای ما در یکم جا ایستادیم، هم از جهت زندگی ما، هم از جهت مقصد سیاسی معیشی، ای همه جهت ما پیشرفته بودیم. رحمانوف آورد ما را ای همه پایانتر کرد. ما دیگر در یگان جا قدر نداریم، ما دیگر در یگان جا قدر نداریم، ما دیگر در یگان جا قیمت نداریم. ما مهاجری، ما از یک کسی یک گپ شود در روسیه فقط یگان تاجیک برده وای میکنن انا وای گناهگار است، انا وای چی است، برای که ما صاحب نداریم. بله من شما را خوب ما بر رو به رحم خدا ایستاده ایم. خواهر عزیز شما میگوید که تحقیر نکنید، دیگر وجدان، باور کنید وجدانمون دیگر نمیبردارد، دیگر چیکار کردنمون رو نمیدونیم. بس بودگیست چاپلوسی. بر همون تو یک بار در یک برنامه به نام جاوید میبروی، در برنامه دیگر به نام دیگر کس میبروی، همون انسان همی خیامدین یگان برنامه ده دیگر ره نمیتیم، برای که با وی بحث کردن این یک چیزی که گویا با دیوال تو بحث کرده است باشی، از دیوال صدا نمی بیاید، از دیوال فایده نیست. همین خیامدین هم همون چیز است. برای همین وقت بسیار ضایع نکنید خواهر عزیز. خب بله فهمیدم شما را و بسیار تشکر که در برنامه اشتراک کردید. من بعد به نظر میگیریم وقتی معین به همه داده می شود، فقط معین. خب با نوبت قبول میکنیم. نفر دیگر مرحمت. اخی جان، یعنی به فکرم خواهر یا برادر است از زبان عربی؟ خواهر؟ برادر. مرحمت، گوش میکنیم. گوش میکنیم شما را. خب غالب شما را گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام دادر، خوش آمدید. معلمه عزیز، تشکر برای چنین برنامه های خیلی نقص ما دائما تماشا میکنیم. من مسئله همین چند نفر از تماشا کردم، راستی مخلصی میکنم همین برنامه رو. خیلی فکرها گوناگون هستند. من چند فکرهای خودم میخواستم بیان کرده باشم. اصلا من یگان حزبی، یگان کارگری دولتی نیستم، فقط همین نکته رو ذکر کردنی هستم که اکن روحی انمون مشکلاتی که همون برادر عزیز کی بودن و آخرین مراتبه گپ زدن، همین گفتن رحمانوف چیکار کرد دیگر من یگان نفر جانبدار نمیکنم، فقط باید ما خود قضاوت کنیم که تاجیکستان از کشور SSR نسبت به دیگر مملکت‌های یعنی سابق اتحاد شوروی چی به خود میراث گرفت.
тамоми молу маҳсулотро мегирифтанд ба хориҷа, яъне аниқтараш ба марказ, яъне ман гӯям ба марказ мефиристоданд ва қисмати зиёди ҳамо ашёи хом аз ҳамин худи Тоҷикистон буд ки як порчаи масалан пахтае мегирифтанд мо мефиристоданд, яъне якаҳизбӣ буд. имрӯз бинед ки ин бародари мо охирин маротиба вақте ки охирин нафаре ки суҳбат карданд мегӯянд ки дар Тоҷикистон гириф Раҳмонов ҳеҷ кор накард. ин фақат ман як нуктаро зикр кардан мехоҳам, ин ки аз ҳамин хел суҳбат карданд ки гӯё ки ҳамин СССР набуду мо аз азал ҳамин давлати мустақил будем. акнун ба масъалаи ман муҳоҷират то он ҷое ки маълумот дорам ман бисёр ба ин масъалаҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунам, вақтҳои холигӣ бисёр маълумот меҷӯям. барои манам аҷиб аст ва ман маълумот дарёфт кардам ки ҳамин қариб 30,000 аҳолии шаҳрвандони Тунис, ин як мисол аст аз байни ҳамин дигар раванди муҳоҷират, шаҳрвандони Тунис қариб 30,000 аз соли мана 2004 инҷониб ба Италия муҳоҷири меҳнатӣ шудаанд. ин раванд дар тамоми дунё ҳаст. мо ина инкор намекунем. урбанизатсия аз деҳа кӯч бастани мардум ба шаҳр ки манам аз ноҳия мана ба марказ омадам, ё ин ки мигратсия яъне ки муҳоҷират дар тамоми давлатҳои дунё ҳаст. мо бояд як бор бо чашми сар худа мо дида истодаем ки дар куҷо будему куҷо расидем. ҳамин шукронаи худованд кардан дар кор, шукронаи ана ҳамин тинҷу оромӣ кардан дар кор, шукронаи Аллоҳ кардан дар кор аст ки мо дар куҷо будему ба кадом яъне рӯзҳои хелеам нағз омада расидем ки имрӯз дар тамоми Тоҷикистон бинед ҳар рӯз тӯй аст, хурсандӣ аст ва бинед ки бисёрам яъне пешравиҳо ба назар мерасад. фақат ман ҳамчун як шаҳрванд мегӯям, илтимос мекунам аз тамошобинон, аз яъне онҳое ки тамошо мекунанд шояд фикрҳои ман зид бошанд, лекин илтимос мекардам ки Шавкати Муҳаммадам инҷа чанд ҷовид ки буданд намедонам баён карданд ки аз тарафи ҳақиқат гирем ин он гуфта. хай фикрҳои гуногун буданд. ман тарафдори ягон нафарашон нестам, фақат мехоҳам ки ман дидам ки ягон нафар бефикрам аз нуқтаи назари воқеият баҳо надод, лекин аз нуқтаи назари воқеият баҳо диҳем ки шукр гӯи неъматат афзун шавад вагарна аз кафат берун шавад мегӯянд. барои ҳаминам мо ин ватану ин ҳамин кишварамо бояд худамо бо дасти худамо обод кунем. инҷа мо як нафара айбдор карда мана оила як ячае ки хурди давлат аст, масалан дар як оила мо наметавонем ки падар писарро гунаҳкор кунаду писар падарро гунаҳкор кунад. натиҷаи ҳамин буд ки мана солҳои 90 чӣ хел бадбахтиҳо ба сари миллати мо дигар ин кишвари ҷангзада табдил шуда намехоҳем. имрӯз бинед ки дар кишвари ҳамсояи мо чӣ хел ҳодисаҳо шуда истааст аз паи ҳамин чизо ки мардум тақдири худашро ба дасти худ нагирифтааст ва ягон хел лидери сиёсӣ ҳам надорад ки амон Ашраф Ғанӣ баромад рафт мардумашро партофта. бинед ки имрӯз толибон чӣ кор карда истоданд, тамом духтаро, мардум, модаро, кӯдако бегуноҳ мурда истоданд. зиёда аз 50% ҳамин онҳое ки маҷрӯҳ мешаванд, зиёда аз 30% онҳое ки мана куштору қатлу мана дигар шиканҷаҳо ва гирифтор мешаванд дар дунё ин кӯдакон ҳастанд. бинед ки аз хориҷа ҳамин чиза яъне ки таҳмил карда шуданд. мо ин бадбахтие набояд такрор шавад. як мақола хеле як ҳарфе гуфтанӣ будам, фақат илтимос хомӯш карда нашавад. ман собит кардани ҳастам. дар бораи тӯю маросимҳо гуфтед ки бояд шукргузорӣ кард. ана дар ин масъала ман шояд хеле фаротар аз шумо маълумот дошта бошам, чун садри маҳфилҳои арӯсӣ будам дар Тоҷикистон. рӯзам аз ҳамин ҳисоб мегузашт. акнун гӯш кунед, шумо хеле хушбин будаед ки чашматон фақат тӯю хурсандиву пешрафту ободиро дида истодааст. хушбинӣ хуб аст, аммо хушбин бояд буд дар ҳама ҷиҳат. шумо Афғонистонро мисол набиёред.
این طرف ازبکستان هست. با ازبکستان ما تاریخ همتا داریم، چون که در تاریخ در اتحاد شوروی بودیم، برآمدیم از همان اتحاد. هنوز هم داد و گرفت همسایگی همان خیلی زیاد است. خداوندگی بین تاجیک و ازبک خیلی بسیار است. با اون کشور باید نگریست. فقط افغانستان رو دیده خلاصه برآوردن. در آنجا هم پیشرفت شده ایستاده است. در آنجا انا من عادی‌ترین مثال آوردم معلمان را. امروز التماس کرده ایستادند، سخنگوی طالبان برآمده التماس کرد که معلمان برگردند تا سهم ارزنده ترین از جانب آنهاست که در پای دیوار دولت میگذارند. ما باشد میگوییم که خیر رفتند 1027 نفر از یک ولایت در یک سال رفته، میگوید که با که نیست، نگرانی نیست که معلمان فاجعه است. رفتن معلم فاجعه است. خب بسیار اگر وقتی هم فرصت برنامه به آخر میرسد، تمام شدن دیگر کسی نیست. خب من هم خوشبین هستم. من که در تاجیکستان مثلا یگان جا را نترکاندم، مقابل یگان کس شورش نبرانگیختم. من هم در تاجیکستان پرونده جنایی دارم. روز یکشنبه بود، ماه اکتبر بود، سال 2017 هم بود. در خود تاجیکستان نفره در کوچه مرا بازداشت و گفت معلم من شما را خیلی احترام میکنم، اما باید از تاجیکستان روید. در حیرت ماندم، گفتم چرا، شما کیستید؟ گفت از کجای باشد پولیابید. من در کجا کار کردنم را گفته نمیتوانم، اما از گفتارم پای برید. بیهوده حبس میکنند، بیهوده، گناه ندارید، وجدانم عذاب میدهد. مثل شما بیهوده حبس شده ها بسیار هستند، شما را هم میبرند. و روز دیگر برآمدم از تاجیکستان. در کراسنویارسک اداره حفظ حقوق مهاجران به کار در آمدم. آنجا هم راهبری همین اداره افسر امنیت بودند و آنجا دیگر چه قانون شکنی های دیدم که خدا نکند که یگان نفر دیگر بیند، الها نبیند، نشنوید. هم گپ درباره خودم بسیار حرف نمیزنم دیگر، اما واقعا درباره اکستریمیسم چیست، تروریسم چیست، هیچ چیز هنوزم نمیدانم. اما با بالای من پرونده جنایی با همین ماده گشوده شده است. ندانستنم بهتر است. خب در پایان برنامه من چی گفتنی هستم؟ درباره معلم بسیار حرف زدیم. پدر مادرم به خاطرم آمدن. بهترین معلمان برای من درس گفتن. هرچند در گروه ریاضی میخواندم در مکتب، رویه ها جدا شده بودند، اما در خود مکتب خواننده مکتب میانه بودم و هنوز الکی ما شعر را تقطیع کرده، وزنش را، سبکش را، بحرش را معین کرده میتوانستیم. شعر کدام شاعر گوید شاعرش را پیدا کردن برایمان الکی امکان داشت. ما در گروه ریاضی میخواندیم و از یک صنف ما 5 نفر با مدال طلا ختم کردن. در صنف ما 5 نفر از 20 نفر 5 نفر مدال طلا گرفتن، از 20 نفر 19 نفر معلوماتی عالی گرفتن. بهترین آموزگاران برای من درس گفتند. با خوبی یادشان میکنم، زنده باشند. نامشان دائما با خوبی در دفتر خاطره هایم هست. نسبت معلم حرف میزنم در آخر برنامه. هر کشور پیشرفت کرده است با قدرشناسی معلم به این کار دست یافته است. معلم را قدرشناسی کرده پیشرفت کردند. برای مثال وقتی از سروزیر ژاپن میگویم، ژاپن پرسیدند که با همین سطح پیشرفت رسیدن ژاپن چی سبب دارد؟ او گفت که ما به معلمان ماهانه وزیر را، حمایه دیپلمات را، احترام امپراتور را دادیم و پیش رفتیم. در ژاپن روزی معلمان نیست. ما یکشنبه اول ماه اکتبر را روزی معلمان قید میکنیم. در ژاپن روزی معلمان نیست. معلم بر نقلیات مسیرگردانی مسافرکشان برآید، معلم پیر است، جوان است، کودکدار است، حامله‌دار است و از جایش برمیخیزد، معلم می نشیند و یک نشانه که سر سینگی دارد که معلم بودنش معلوم است. و ژاپن امروز ژاپن یگانه کشوری هست که به معلمان احترام فوق‌العاده قائل است و برخی از عادات و گفتارهای مردم را اکنون درباره معلمان میگویم. خب نوشته گذاشته بودم، من کار آمد. صاحبان 3 کسب باید برایشان راه گشاده شود. در ایتالیا برای 3 کسب راه میگشایند در راههای ماشینگرد.
برای ماشین یاری تعجیلی فوراً راه میکشویند، وای بیمار برده ایستاده است، وای ضرورت دارد. برای سوختار خاموش کنی راه میکشویند و برای معلم راه میکشویند. شاید نشانه دارد که معلم بودنش معلوم است. در ایتالیا یکی از کشورهای پیشرفته است. در فرانسه ثروتمندان برای با محل زیستشان افتخار کردند. میدانی من همسایه کی هستم؟ فلانی معلم همسایه من میشود. افتخار را بینید، افتخار بر آن که همسایه اشان معلم است. ثروتمند از آنجا خانه میخرد. تاثیر کند گفته خونده ایستادم. در شویتزیا، سوئد میگویم ما، شویتزیا فرزند اولینم طبیب است. یک پدر فخر کرده ایستاده است. اولین فرزندم طبیب است، اما من میخواهم که دویم فرزندم از وی دیده اختصاص پرشرفتری را نصیب گردد. دویم فرزندم معلم میشود. تاثیر سخن خودم را هم به لرزه می‌درآورد. برای معلم یعنی پرشرفتر باید باشد، معلم باشد. آرزو را بینید. انگلا مرکل در آلمان صدر اعظم بود، حالا از وظیفه رفته، گفته است که بر طبیبانی که ناراضگی بیان کردند چنین گفته است: نباید انتظار شود که معاشتان از معاش معلمی که به شما تعلیم داده است زیادتر باشد. شما انتظار نشود که از معلم بیشتر معاش میگیرید. با دکتران گفته است، دکتران جوابگر بر جان انسان هستند، اما گفته است از معاش معلم کلانتر نمیگیرید. خب در بریتانیای کبیر این کودک یک نابغه است، مثل معلم فکر میکند. گپ را بینید، کودک نابغه است، معلم بر این فکر کرده ایستاده است. اینقدر معلم فکری فراخ داشته. خب باز هم از ژاپن آغاز کردیم، باز بر ژاپن یابانیا برمیگردیم. 7 قدم از معلم قفاتر راه روید که مبادا سایه‌اش را زیر نکنید. واقعا گریه هم آمد. 7 قدم پشتر رو که سایه‌اش را زیر نکنی. نخواد 2027 معلم در سال 2021 از خطلان میرود و خیر باقی نه، جای نگرانی نیست. آخر 2021 معلم، 2027 معلم رفته در روسیه درس نمیگوید. آنها رفته آینه روس ها را میشویند، تگی پای روس ها را میروبند، همانجا کت لایمود یافته میبیایند. معلم گفتند که در کالج ها معلم تیار میکنند. خب تیار میکنند تا یک خواننده ختم کرده کالج یا ختم کرده دانشگاه لب به معلم جان شدن، با حرف کلان معلم شدن و افتخار کردن، لااقل 15 سال در کار است. دانش و آموزش نه، تجربه معلم میکند. معلم را تجربه صاحب اختصاص میکند. در همینجا برنامه امروز را به پایان میرسانم. اگر حرف خطا گفتم معذرت میخواهم. تا برنامه دیگر همه شما را بر پناه پاک سبحان کریم میسپارم. شاد باشید.